سلام، من رحمانم. اینجا پادکست هرمس. خوش اومدین به قسمت 26 با نام مهاجرت. خب من قبل از هر چیزی بگم که این اپیزود مهمیه از این جهت که ما قراره اولین مهمونمون رو داشته باشیم توی پادکست. اولین مهمونی که به صورت اینترویو طور میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم و من خیلی خوشحالم بابت این قضیه. نکته بعدی اینه که این اپیزود راجع به مهاجرته و میخوام من قبلش این مسئله رو بیان بکنم که تمامی نظرات ما صرفا نظرات شخصیه. یعنی خیلی از مواقع من تو پادکست یه سری مسائلی رو بیان میکنم که پشتش شواهد و اسناد علمیه که اون بحثش جداه و جنبه فکت میگیره و کسی نمیتونه باش مخالفت بکنه. کسی نمیتونه بگه من مخالفم با اینکه خورشید از شرق طلوع میکنه. ولی خیلی از اوقات صحبت‌ها جنبه شخصی میگیره. پس ما توی این اپیزود میخوایم تجربه‌مون رو در اختیار بذاریم و مخاطب میتونه گوش بکنه، علل خصوص مخاطبی که تردید داره که مهاجرت بکنه یا نکنه یا نسبت به این موضوع کنجکاوه، نکات لازم رو برداره و نظرات ما رو هم شنیده باشه. خب دیگه خیلی به حاشیه نریم چون خودم بی‌صبرانه منتظرم که مهمونمونم معرفی بکنیم. امید داداش، خیلی خوشحالم که اولین مهمون پادکست تویی و خوشحالم از حضورت توی پادکست. خودتو به مخاطبون معرفی کن که با هم دیگه شروع بکنیم. سلام رحمان جان، خیلی ممنون داداش. منم خودم بی‌صبرانه منتظر بودم که تو این پادکست شرکت کنم. سلام بچه‌ها، من امید هستم. تو این اپیزود قرار راجع به مهاجرت باهاتون صحبت کنیم از دو تا دیدگاه مختلف و متفاوت و اینکه از طرف جفتمون خیلی صادقانه و رو راست قرار تجربیاتمون رو در اختیارتون بذاریم. خیلی عالی. خب میخوای بگیم سریع که ما چجوری آشنا شدیم؟ خب ببینید بچه‌ها، من خودم کمتر از 1 ساله که مهاجرت کردم و تقریبا الان داره میشه 1 سال. ولی امید چند وقت اینجایی؟ من تقریبا 7 سال. امید 7 سال اینجاست. پس یه نفری رو داریم که کمتر از 1 سال اومده و به اصطلاح داغه و کسی رو داریم که خب 7 سال اینجاست. و جالبه بدونید که ما همینجا، یعنی خارج از کشور، با هم دیگه آشنا شدیم و رفاقتمون میخوره به همین مهاجرته که من از این بابت خیلی خوشحالم و واقعا خوشحالم از پیدا کردن دوست خوبی مثل امید. و یکی از دلایلی که حالا بذار الان بگیم دیگه، من واقعا خودم کسیم که موافق مهاجرتم. من موافق سفت و سخت مهاجرتم، یعنی اومدم اینجا که دفاع بکنم. حالا هنوز نظر تو رو دقیق نمیدونم که چیه، ولی یکی از دلایلی که من میخوام موافقت بکنم همین بود که دوست خوبی مثل تو پیدا کردم. حالا بیا از همین اول به مخاطبا بگیم که تو موافق مهاجرتی یا مخالف، قبل از اینکه وارد بحث دیگه بشیم. خب ببین، به نظر من واقعا این چیز نسبیه و باید با توجه به شرایط آدمای نظر رو که آیا برای اون شخص مهاجرت خوبه یا نه. من نمیگم مهاجرت خوبه، نمیگم مهاجرت بده، ولی با توجه به شرایط میتونم یه نظر نسبی بدم. برای خودم هنوز واقعا نمیدونم خوبه یا بده، واسه همین نظر خاصی ندارم. برای یکی میتونه خوب باشه، برای یکی میتونه بد باشه. خیلی جالبه که تویی که 7 سال اینجایی همچین نظری میدی و منی که مثلا کمتر از 1 سال اومدم الان من ممکنه محکوم به این بشم که واقعا داغی و یعنی باید زمان بگذره. خب ببین، از یه طرف دیگه هم باید ببین کنی که من 7 سال پیش از ایران خارج شدم، تو 1 سال پیش، و شرایط اجتماعی خیلی فرق داشت. خیلی قشنگه، دوستش داشتم. نه ببین، واقعیت اینه که من خودم همیشه آدمیم که به اکثر سوالات جواب بستگی داره میدم، چون واقعا خیلی از اوقات بستگی داره، نمیشه نسخه یه طرف پیچید. ولی یه طرف چیزی که مثلا نسبت به فیلسوفا خیلی دوست دارم اینه که اونا خیلی راحت‌تر بودن توی این قضیه. یعنی مثلا شوپنهاور میاد میگه همه آدما پس فطرتن. حالا تو میتونی با این مخالفت بکنی یا بلانستات همه خوبان، ولی ببین طرف موضعش مشخصه. من اینو خیلی دوست دارم. حالا الانم من به نظرت احترام میذارم و میفهمم میخوای چی بگی ولی من اومدم که موافق باشم. ببین من خیلی دوست دارم این بحثمون، جالبه، ولی خب از طرف علمیش نگاه بکن.
تو باید همیشه آماده باشی که اگه من خلافش رو بهت ثابت کنم تو از نظرت بعد بیای بیرون. آره. خب خیلی هم خوب. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم به نظر من حائز اهمیته که این نکته رو بیان بکنیم که من تحصیلی اومدم، یعنی من مهاجرت تحصیلی کردم. من لیسانسم داخل ایران گرفتم. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات زندگیمونم بشیم، خیلی داریم کلی صحبت میکنیم اینکه کدوم کشوریم و چی خوندیم و اینا، یه چیز پرایوسیه که ما نمیخوایم منتشرش بکنیم. ولی آره من لیسانسم ایران گرفتم، یکی دو ترم فوق لیسانسم ایران خوندم، ولی خب بعد انصراف دادم از فوق لیسانسم و برای فوق لیسانس یا همون مستر اومدم اینجا. پس من مهاجرت تحصیلی کردم و الان تقریبا داره میشه 1 سال. ولی امید پناهندگی اومده، یعنی کیس امید با من متفاوته. امید 7 سال اینجاست دیگه، فکر کنم کارهای اقامت تو اینا هم اوکی شده و سرگذشت جالبی هم داره که با هم دیگه حالا صحبت میکنیم و حرفا رو میشنویم. ولی این بحث برای خود من به شخصه خیلی جالبه، چون اگه طرف یه نفری رو داریم که قانونی اومده در صلح و صفا و اینا اومده، به اصطلاح با پول خودش اومده و برای مستر و تحصیلی اومده که میشم من. یه نفر دیگر رو داریم که خب خیلی سختی‌های بیشتر کشیده، پناهندگی بوده کیسش و تو کمپ بوده و حالا اتفاقاتی که افتاده. میخوای امید خیلی سریع و خلاصه هر آنچه که از تجربیات دوست داری با مخاطب در میون بذاری و هر درسی که گرفتی، میخوای حالا بذار اینجوری کلیش نکنم، میخوای به این بگو که ما میگیم مهاجرت یعنی پناهندگی منظورمون چیه دقیقا؟ یعنی تو از مرز و آب و قاشاقی اومدی یا اینکه نه اومدی و این پناهندگی رو اولی توضیح بده. خب ببین پناهندگی خیلی مباحث کلا بحث‌های خیلی زیادی توش داره. یعنی چی؟ یعنی آقا تو پناهنده داری که از زمین به صورت زمینی اومده، با قاچاقبر هماهنگ شده و از کوه و کوهستان و مثل رپرمون رضا پیشرو که خیلی هم میدونن داستانش اونجوری اومده. اون زمانی که من اومدم، من واقعیتش با خانواده اومدم، اولش با مادرم و خواهر کوچکترم. ما ویزا گرفتیم اومدیم، ویزای مسافرتی. حالا اون موقع پدرم یه بهش میگفتن آدم پرون پیدا کرده بود به اصطلاح. این آقا کانکشن داشت با سفیرهای داخل سفارت فرانسه و باشون در ارتباط بود. آقا یه پولی میگرفت، مثلا بگو 5 میلیون نفری میگرفت، از این 5 میلیون 25 میلیونشو خودش فرنش، 25 میلیون برای اون سفیر اون داخل بود که آقا تو میرفتی داخل میافتادی خیلی اتفاقی مثلا میافتادی زیر دست اون و اون تو رو پرنده تو رو قبول میکرد، ویزا رو میداد. حالا 10 نفر پشتون پول بودن، یعنی مثلا اون فقط خود یارو نبود، به یکی به ایکس میداد به ایگرگ میداد. خلاصه پروندهش اینجوری بود دیگه. خلاصه ما ویزای فرانسه رو گرفتیم و اومدیم فرانسه. ویزا اونم 10 روزه بود چون که یادم میاد. و شما آقا حق داریم که تو این شما 10 روز حق دارین تو اروپا به صورت قانونی اقامت داشته باشین، بمونید، حالا مسافرت برید. چه جالب، نمیدونستم مثلا ویزای 10 روزه وجود داره. یعنی 10 روز چون معمولا توریستی هم حداقل 2-3 ماه ویزا میتونه 10 روز. پس 10 روزه بود. 10 روزه بود. خب 10 روزه بود و بعد ما اومدیم و کلا 10 روز بود. یعنی ما تا 10 روز اجازه داشتیم که از این کشور بریم تو اون کشور، چون اروپا ایالت اتحادیه اروپا کلا اینجوریه که شما میتونید با داشتن اقامت توی یک کشور یا داشتن ویزا برای یک کشور به هر کشوری که میخوای بری. اصلا برای همین بنا شده که توش بیزینس و رفت آمد و اینا زیاد باشه که یه جوری این کشورها با هم راحت باشن. همون ویزای شنگن دیگه. یه توضیح خیلی کوتاه و سریع بخوایم بدیم، حالا اکثرا میدونن ولی کل اتحادیه اروپا یا همون شنگن که ویزای شنگن که میدن به این صورته که مثلا اگه شما میخوای بری آلمان، اگه ویزای آلمان میگیری، چون ویزای آلمان گرفتی دیگه کارت راحته. یعنی اگه بگی روزی بخوای بری فرانسه، بخوای بری بلژیک، بخوای بری سوئیس، دیگه چون همه اینا توی یه محدوده است دیگه شما لازم نیست دوباره ویزای آلمان بگیری. عین این میمونه که مثلا از تهران بخوای بری کرج. یعنی حتی من توی یکی از سفرهایی که داشتم بین کشورها حتی پاسپورت هم چک نکردن، کارت هم چک نکردن، بلیط هم چک نکردن. واقعا اینی که از تهران داری میری کرج اگه بخوای یک کشور بری یک کشور دیگه. پس این بحث ویزای شنگن اینطوریه. خب دقیقاً آره. بعد آقا من یادم قشنگ اون موقع خیلی حرفاتی زیاد بود، میگن گفتن که شما باید پاسپورت ایرانی تو بسوزونی که بعدش بری پناهنده بشی. و ما پاسپورت ها رو سوزوندیم و رفتیم اداره امور پناهندگی و خودمون رو معرفی کردیم به عنوان پناهنده.
خب اولش که خیلی سخت بود، چون ما از فرانسه اومده بود رفته بودیم فرانسه، بعد اینجا متاسفانه قانون دارن به اسم قانون دوبلین. حالا برای کسایی که اینا رو برای کسایی میگن که یه روزی اگه مهاجرت بکنن واقعا به دردشون میخوره. بعد شما وقتی توی کشور مبدأ، یعنی اولین کشوری که پاتون میرسه توی اروپا، اگر 1% یه روزی بخواید اعلام پناهندگی بکنید باید تو همون کشور اعلام پناهندگی بکنید. و ما کشورمون رو عوض کرده بودیم، حالا به دلایل فامیلی و که ما آشنا داشتیم و اینا اومده بودیم یه کشور دیگه. و حالا ما وقتی که اعلام پناهندگی کردیم، دغدغه این کشور این بود که آقا شما چرا تو همون کشور مبدأ که فرانسه است خودتو معرفی نکردی؟ و بحث این بود که شما باید برگردین به فرانسه چون کشور مبدأ اون بوده، اونجا باید اعلام پناهندگی بکنید. که یه 5-6 ماه تو کمپ بودیم با مادرم و خواهر کوچیک‌ترم، که بعد از یه مدتی که یعنی ما ترک خاک بهمون دادن، یعنی اخراج شدیم از این کشور، دیپورت شدیم، ما رو به سمت فرانسه می‌خواستن بفرستن. که بعد دیگه ما به اینجا عادت کرده بودیم و زبانشون داشتیم یاد می‌گرفتیم. یه 2-3 ماه مادرم اینجا یه خونه اجاره کرد و موندیم به صورت سیاه و غیرقانونی. بعد دیگه مادرم خسته شد، گفت برگردیم. ما خیلی اتفاقی من یه ذره خب سنم پایین‌تر بود، خیلی جوان‌تر بودم و به قول معروف کله شخت‌تر بودم، هنوز کله و قرمه سبزی میداد. من یهو همینجوری تو خواب نشسته بودم، گفتم من می‌خوام بمونم. و این شد که من موندم، هیچ دلیلی هم ندارم، فقط موندم. پس از اینجای داستان امید ما تنها میشه، امیدی که با خانواده اومده خانواده میره و الان دیگه امید تنها میمونه. دقیقاً. اون موقع 16 سالم بود تقریبا، آخر 16 سالگی که من تصمیم گرفتم تنهایی توی کشور غریب بمونم و مادرم و خواهرم هم برگشتن که خیلی خوشحال بودم برگشتن، چون شرایط کمپ خیلی شرایط بدی بود و اینکه من وقتی اونجا بودم اذیت شدن مادر و خواهرام می‌بینم خیلی بدتر بود. خب الان یه سوال، تو گفته بودی که یه خونه اجاره کرده بودین 2-3 ماه اونجا بودین، این کمپ رفتن دقیقاً کی بود؟ قبلش بود دیگه، با خانواده قبلش بود. یعنی کلا مستقیم رفتین کمپ؟ رفتیم کمپ، اخراج شدیم بعدش چون بعد میرفتیم فرانسه. بعد تو چجوری برگشتی کمپ دوباره؟ بعد که مادرم و خواهرم برگشتن ایران، من فراش رفتم امور پناهندگی و اعلام کردم که آقا من الان تنهام، مادرم و خواهرم برگشتن و من الان اینجا موندم و به کمک شما نیاز دارم. و چون من موقع زیر 18 سال بودم، اصطلاحاً بهش میگن کمپای زیر 18 سال، منو فرستادن یه کمپ زیر 18 سال. بعد خیلی پروسه طولانیه، من خیلی دارم خلاصه میگم بهتون. حتی یه اتفاق جالبی که تو اون موقع افتاد این بود که ما که رفتیم امور پناهندگی و رفتیم وارد کمپ بسته اولی شدیم، من شدم، یعنی اونجا گوشیمو ازم گرفتن، یعنی پلیس به من گفت پیاده شو. من گوشیمو درآوردم که آقا زنگ بزنم به ایران که آقا من رسیدم و نگران نباشید و اینا. یهو پلیس گوشی ازم گرفت. گفتم ای چرا میگیری؟ گفتش تو اینجا حق نداری. گفتم به چه دلیلی؟ گفتش ما نمیدونیم تو تروریستی، کسی دنبالته، کی هستی، ما اینجا آوردیم تو رو که بشناسیمت. من این گوشی از تو میگیریم. یعنی من 1 هفته نه پدرم نه مادرم نه هیچ کس دیگه از من خبر نداشت. فکر کن چی بر سر پدر مادرم اومده. من گوشیو گرفتم، اصلا با مامانم تصویر کردم، یه هفته مثلا تو اون یه هفته انگار 10 سال پیر شده بود. چون واقعا برای کسایی که بچه دارن قطعا خودشون میدونن، فکر کنم خیلی سخت بشه، من که بچه ندارم. بعد دیگه وارد امور پناهندگی شدم، هی کمپ عوض کردم. من به مدت 3 سال توی کمپ بودم و دیگه یه جورایی تو این کشور رشد کردم، چون سنم پایین بود، حالا خیلی سختی بود، بالاخره بیپولی بود. توی کمپایی که اتاقاش خیلی داغون بود و 3x4 قشنگ ما توی اتاق 3x4 4-5 نفر توی اتاق بودیم. حالا نمیخوام انگ نجات پرستانه بهم بخوره، ولی خب به هر حال آدمایی بودن که اصلا در حد و اندازه شخص خودم، نمیخوام بگم ما ایرانی‌ها، در حد خودم نبودن. مثلا یارو شاید 10 روز همون نمیرفت توی اتاق با من بود. یه شب یک پلیس بین‌المللی ریخت تو اتاقمون، کسی که پایین تخت منو میخوابوند و قپونی براش برد و فهمیدیم یارو تو آفریقا 40 نفر رو کشته بود، فرار کرده بود بلژیک. یعنی مثلا شرایط عجیب بود. حالا نمیخوام بترسونم مردم، ولی شرایطی نیست که تو بخوای آدمای درست حسابی به اون صورت ببینی. شاید هم پیش بیاد، شاید آدمای واقعا کسایی که مثلا از جنگ و اینا فرار کردن به اجبار اومدن اونجا رو ببینی، ولی اکثرا شرایط جالبی ندارن. چون کسایی که پول داشته باشن کمپ نمیرن، یه واقعیت. کسایی میرن کمپ که پول نداشته باشن. و منم خب اون موقع روم نمیشد که، چون تصمیم خودم بود. یعنی من پدر مادرم میگفتن تو باید با ما بیای چون تو سنت پایینه. من گفتم نمیام. و اینکه این داستان اینجوری شد که آقا این میخوای بمونی پای خودت همیشه. منم دیگه بچه بودم و اصلا برام مهم نبود، گفتم باش پای خودم میمونم و
خوشحالم از اینکه موندم، ولی باز هم بعضی جاها به این داستان میرسم که آقا آیا من انتخاب درستی کردم یا نه. خب بذار خیلی الان سری پیش نرو، من با سوال دارم. سیستم غذا اینا به چه شکل بود؟ سیستم غذا خیلی داغون بود. ببین غذاها افتضاح، یعنی ببین مثلا هر چی بگم افتضاح کم، یعنی جوری که اصلا من نمیخورم از جا، بعضی شبا غذا نمیخورم. ولی یه سیستم جالبی که توش داشتن، این کلا همه جا هستش، تو هر کشوری تو هر سیستمی همیشه یه چیزی هستش که توش خوبه و تو رو در انتظار اون چیز خوبه میذارن و نگهت میدارن. حالا این سیستم توی کمپ چجوری بود که چهارشنبه ها هیچ وقت روزش شغل نمیره. کلا چهارشنبه ها روز خوبیه، دقت کردی؟ من بچه بودم چهارشنبه ها روز ورزشم بود. کلا جالب بود. آقا چهارشنبه ناهارمون مرغ سوخاری بود. نه مرغ سوخاری KFC، مرغ سوخاری اکبر جوجه تو. بعد کنارش سیب زمینی هم میذاشتم با سس مایونز میذارم ایش میکردم. شامش هم اسپاگتی بود، همین که جاتون خالی بچه ما الان یه اسپاگتی خوردیم، همین اسپاگتی که الان خوردیم ماکارونی. خب این که مثلا سسو جدا میریزی، اسپاگتی هم جدا، بعد روش زدن پنیر میریزی. تنها ایتالیایی. آفرین. بعد حالا جالبیش این بود که کلا اون موقع ما میرفتیم مثلا غذا میدوزیدیم، یعنی چه مثلا چهارشنبه شده بود که یارو میرفت آشپز صحبت میکرد، من از پشت میرفتم غذا یه دیس فرنوشم میکشیدم میرفتم تو اتاق که آقا ما تا 2 روز حداقل بتونیم غذا درستایی بخوریم، چون غذا واقعا ببین غذاهای مقوی بود ولی طعمش افتضاحه. اروپایی‌ها اصلا از ادویه‌جات استفاده نمیکنن. یعنی مثلا ماهی برامون می آورد ولی اصلا انقدر بوی زخم میداد که احساس کنی مثلا خامشو بخوری خوشمزه تر که غذای اینا رو بخوری. آره واقعا منم می‌خواستم الان اینو ذکر بکنم که حتی توی دانشگاه ما خودت هم اومدی خوردی دیگه، یا حتی جاهای دیگه واقعا یا بلد نیستن یا نمیخوان استفاده بکنن. چون مثلا یکی از سیاست‌های دانشگاه ما اینه که خب میخواد خیلی سالم و هلتی باشه غذاهاشون، به خاطر همین به اون صورت نمک نمیزنن و ادویه نمیزنن. ولی واقعا باید اعتراف بکنیم که از لحاظ غذایی ما خیلی قوییم، علل خصوص طعمی، علل خصوص مزه. البته فقط ایران نیست، اینم بگم که تو کشورهای شرقی کلا زبان زده، سوریه‌ای، ترکی، کلا اون قسمت خاورمیانه واقعا غذای خیلی پرفکت. ما خودمون الان بیشتر رستوران ترکی و آره ایرانی به خاطر اینکه آره دیگه واقعا رستوران اروپایی اصلا اینو ندارن. تو تنها چیز اروپایی که اینجا میتونی بخوری پیتزا. تازه ما پیتزاشون هم قبول نداریم. تازه پیتزاشون هم قبول نداریم ما حالا. همون املت خودمونه، یعنی نون و گوجه است. حالا وارد اون بحث نشیم. خب پس میزنه و تو چند سال کم بودی؟ من خودم تنها 3 سال، با مادرم و خواهرم تقریبا 7-8 ماه، میتونیم بگیم حدوداً 4 سال. من تو 4 سال. بعد کی آدم از کم در میاد دقیقاً؟ ببین تو در چند صورت میتونی کم در بیای، اینکه اخراج بشی، خب یا اینکه اخراج بشی دیپورت میشی، یا بعد برگردی، یا نه اینکه صرفا برگردی کشور خودت. چون اینجا تو این کشوری که ما هستیم این قانون وجود نداره که تو برگردی کشور خودت، یعنی برگردی به ایران یا ترک باشی برگردی ترکیه. ولی خب بعد برگردی یا اصلا بعد خاکو ترک کنی. ولی مثلا بری یه کشور دیگه دوباره پناهنده شی، دوباره بری تو کمپ. ترجیحاً اگه قانون دوبلین بهت خورده باشه باید بری کشور مبدا. آره. قانون دوبلین چیه؟ قانون دوبلین همون فکرم چند دقیقه پیشم گفتم تو پادکست، اینه که تو وقتی توی کشور مبدئی میای، تو اگر 1% بخوای اعلام پناهندگی بکنی باید تو اون کشور اعلام پناهندگی بکنی. نمیتونی کشور رو عوض کنی. یعنی نمیشه به قول معروف همون ضرب مثل خودم که نمیشه هم خر داشتم خورما رو هم خر و هم خورما. دقیقاً همونجا که هستی بعد همونجا بری. اوکی. خب داشتی میگفتی که چی شد از کمپ در میای؟ ببین تو وقتی میای داخل کمپ به صورت پناهندگی، وقتی اصلا وارد میشی تو باید دلیل داشته باشی برای پناهنده شدن. مثلا کلمه پناهنده یعنی تو پناه بردی به کشور. تو وقتی میگی من پناه بردم به تو، دلیل باید داشته باشی. حالا من که سنم پایین بود و به قول معروف پناه خاصی که آدم نمیتونه تو سن داشته باشه، یعنی نه مشکل سیاسی داشتم، نه مشکل ایکس داشتم، نه ایگرگ داشتم، هیچ مشکلی نداشتم، صرفا فقط اومده بودم که بمونم با چنگ و دندون. خب پس تو باید دلیلم بگی. حالا من الان نمیخوام بگم که دلیل تو بگی، چون چیز شخصیه. پس تو یا اخراج میشی گفتی یا باید دلیل. حالا ببین چند تا دلیل داره، میتونه مثلا دینی باشه، همجنسایی باشه. من فقط خواستم این طرف که زدی معروفی نکنم همجنس کردم. توی پرانتز اینو بذارم. باش مرسی که نگرانی رو از ما برطرف کردی.
آره. خب پس تو پس بعد چند سال؟ نه آره بعد از ببین ناکن من بعد از سال 3 جواب گرفتم، یعنی من دلیل پناهندگی شدنم گفتم و از طرف اینا قبول شد. و اینکه من از کمپ یه جورایی اومدم بیرون از کمپ عمومی. یعنی این تو یه کمپی میری که 150 تا آدم توشه، یه کمپی میری که 50 تا آدم توشه، یه کمپی میری که 10 نفر آدم توشه. حالا من شانسیه که بیفتی تو کدوم؟ اولش ببین کمپایی که من افتادم همش رو 150 نفر بودن. خب چون جواب نداشتم. بعد که جواب مثبتم اومد من اجازه اینو داشتم که تو این کشور به عنوان رفیوجی یا پناهنده حضور داشته باشم. من بعد سنم پایین بود، یعنی بازم زیر 18 سال بودم. برای همین این دولت مجبور بود که منو به قول معروف چی میگن مسئول من باشه. پدر و مادر من دولت بود تو اون زمان. این چی میگم، یعنی چون من کسی رو نداشتم، کسی نمیتونست از من حمایت مالی بکنه، پول نداشتم، اجازه کار نداشتم، و اینکه دولت گفتش که آقا تو یه جوری فرزند ما محسوب میشی و ما خرج و خروج تو میدیم تا یه سنی، اگه کاری مثلا دانش آموز بمونی و به درس ادامه بدی. دیگه من وقتی که جوابم گرفتم 17 و نیم بودم، فکر کنم اومده بودم سنم پایین‌تر، گفتم 16 فکر کنم پایین‌تر بود، دقیقاً یادم نیست. بعد من هنوز 6 ماه مونده بود 18 سالم بشه و من 6 ماه آخر رو توی کمپ 10 نفره گذروندم. یعنی یه کمپ خیلی جمع و جورتر، 3 تا اسیستان داشتیم برای 10 نفر، یه جوری آموزش بدم برای اینکه آقا چجوری خودتون رو آداپت بکنید با زندگی تو این کشور. در صورتی که ما تو اون کمپ 150 نفر بودیم با 6 تا اسیستانت. میشه یعنی پس بهتره که تو کمپی باشی که تعداد کمتری هستن. ببین دست خودت نیست، مشکل اینه که تو باید جواب داشته باشی. آره خب 100% داره. ببین حالا این وسط خیلی اتفاقات بیشتری هستش. یعنی مثلا آقا تو اگه خانواده باشی شاید اصلا دولت به تو یه خونه بده، بگی آقا تو مثلا زن و شوهرین با 2 تا بچه، شما لازم نیست کمپ برید، شما برید تو این خونه‌ای که ما بهتون میدیم، خونه مثلا 70 متری، تا موقعی که کیستون دلیل پناهندگیتون مشخص بشه و جوابتون بیاد شما میتونید تو این خونه اقامت داشته باشین. ولی من چون زیر 18 سال بودم توی بدترین شرایط ممکن افتادم مثلا توی کمپ پسرونه، دختر اصلا توش نبود. من از ایران اومده بودم انگار رفتم تو ایران. همون بود. یه نکته من بگم، باز من دارم میگم ما اینجا کیس با کیس، کشور با کشور همه اینا فرق میکنه. ما هم اینجا آژانس مهاجرتی نیستیم دیگه. مخاطبای هرمس خودشون میدونن، سیستم کارو میشناسن، ولی حتی واسه کسایی که تازه به ما ملحق میشن ما نه میخوایم ترغیب بکنیم، نه داریم قوانین رو میگیم، نه داریم راهنمایی میکنیم که مثلا چی. الان 2 روز دیگه یکی نگه با خانوادش پاشه بره یه جا پناهنده بشه بگه به ما خونه ندادن، امید گفت خونه میدن. اینو گفتم که مد نظر داشته باشیم. خب پس تو از کمپ هم اومدی بیرون و الان چند وقته که دیگه تو کمپ نیستی، داری زندگی میکنی اینجا؟ الان دیگه فکر کنم 3 سال و نیم 4 سالی میشه که دیگه من تنها دارم زندگی میکنم. خب زبون فرانسوی هم که فولی زبان فرانسوی رو یاد گرفتم. یه خواهش الان میتونم ازت بکنم، میتونی به مخاطبمون بگی که به فرانسوی چقدر ما دوستشون داریم، حالا من خیلی دوستشون دارم، و اینکه مرسی که دارن به ما گوش میکنن و کلا مرسی که هستن یا توجه میکنن. آره کاملا. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais juste que vous sachiez qu'on vous aime beaucoup, particulièrement Rahman. Il est trop passionné par ce qu'il fait, donc j'espère que tout se passera bien pour lui. زبان فرانسه واقعا زبان سکسیه. ژوتم بوکو. مرسی بوکو موسیو. خب پس زبانو یاد گرفتی، اون سختی‌ها رو پشت سر گذاشتی، الان خدا رو شکر تو خونه خودتی، یعنی خونه خودت که دارم میگم داری، یعنی یه جا رو اجاره میکنی. و حالا این نکته خیلی مهم، از درس خوندن و اینات هم بگو. الان تو چه مقطعی هستی؟ درس خوندم و اینا میگم، فقط خواستم ببین چون از سر زبان خیلی زود رد شدیم. خب ببین ناکن اصلا پروسه اینجاش ببین مشترکه، اونجاش هم من هستم هم تو، فقط پناهندگی نیست اینجا دیگه، واقعا مهاجرته. اینکه ببین تو میخوای یه زبان یک کشور یاد بگیری، قوانین یک کشور یاد بگیری و اینکه چجوری توی سوسایتی و جامعه ورود بزنی، این خودش یه
صفحه داستان. حالا خودتو نگاه نکن که تو با زبان انگلیسی پرفکت اومدی اینجا. آره من این نکته رو باید بگم که من کورسی که تو دانشگاه میخونم یعنی پروگرام ما انگلیسیه و من آیلتس گرفتم. آیلتس هم 7.5 شد. حالا ممکنه واسه یه سری باز جذاب باشه دونستنش. یه ذرم پوز بدیم و لیسنینگ 8 ریدینگ 8 اسپیکینگ 7 حتی به هرمس کم دادن اسپیکینگو. رایتینگ هم 6.5. بچه رایتینگ 6.5 اوکی، اصلا خودتون رو ناراحت نکنین. آره من با آیلتس اومدم، پروگرامم انگلیسیه. اینم باید بگم که با توجه به همون بحث گلوبالیزیشن و جهانی شدن دنیا و بین المللی بودن زبان انگلیسی، اینطوری نیستش که کارت راه نیفته. یعنی حتی وقتی توی کشوری هستی که انگلیسی زبون نیستن، اکثر آدما شکاسباش انگلیسی صحبت میکنن. تو دانشگاه هم که خب استادا انگلیسی صحبت میکنن، وقتی همکلاسیات هم دارن به انگلیسی درس میخونن، پس تو مشکلی نداری، یعنی کلا کارت راه میفته. ولی اگه میخوای توی اون کشور بمونی یا بیشتر با مردمش نزدیک بشی و کارت راحت تر باشه و به پست یه سریا نخوری که بگن ما انگلیسی بلد نیستیم یا خود اذیت نشی، بهتره که زبون رو یاد بگیری. 100%. حالا ببین ناکن بحث تو رحمان جون اینجوریه که تو از وقتی که اومدی هدف داشتی و به قول خود توی جامعه دانشگاهی رفتی، توی کامیونیتی دانشگاه رفتی. من بعضی وقتا سری کلمات و اصطلاحاتش رو اشتباه میگم، چون انگلیسی و فرانسوی خیلی کلمات مشابه داره و من به لهجه فرانسوی دارم میگم. و اینکه تو اون کامیونیتی که رفتی همه انگلیسی زبان بودن، دور و برت حداقل 300-400 تا شاید هم بیشتر تو دانشگاهی که هستی آدم بودن که هم زبون تو بودن و تو اصلا یه هدف داشتی. آقا میدونی برای چی اینجایی، میدونی باید چیکار کنی و آلردی تو اون جامعه خودتو پیدا کردی. کسی که پناهندگی میاد شاید ندونه داره چیکار میکنه، شاید اصلا زبان بلد نباشه. ببین تو وقتی داشتی میومدی شرطشون این بود که تو باید زبان ما رو بلد باشی، بعد آیلتس بگیری. ولی تو وقتی پناهنده میشی اینجا، الان کسی میشناسم که 20 سال پناهنده است و هنوز یک کلمه زبان بلد نیست. نه صرفا ایرانی ها، میتونه هر کشور دیگه باشه. خودت هم فکر کنم بارها دیدی به این موضوع برخوردی. واسه همین میگم کلا چه در پناهندگی چه در تحصیلی که اجباریه، ولی در پناهندگی که کسی خواست پناهندگی بیاد واقعا هدفشو بشناسه، زبان اون کشور رو حداقل تا یک مینیمومی یاد گرفته باشه، بعد بیاد. اینجوری خیلی بهتره براش تا اینکه بیاد اینجا از صفر بخواد همه چی مثل من شروع کنه. ولی خب من چاره‌ای نداشتم. من بچه بودم و دستمو گرفتن و بردن اینجا و خودم موندم. درسته من خودم موندم ولی دستمو گرفتن و بردن. من عاشق ایران بودم، داشتم حالمو می‌کردم. نه باز دمت گرم که زحمت کشیدی، سختی کشیدی، جا نزدی، اونقدر شهامتش رو داشتی که تصمیمتو بگیری و مسئولیت تصمیمت هم پذیرفتی و الانم به نقطه‌ای رسیدی که خودم به عنوان رفیقت، برادرت مثلا فرانسوی صحبت میکنی، عشق میکنم و مطمئنم که به جای بالاترم میرسی. پس در کل بخوام پناهندگی و کیس تو رو جمع‌بندی بکنم، تو پیشنهاد به کسی که میخواد این کار رو بکنه، حتی صرفا فکر نکنم تشویق کنی که بکنه یا نکنه، ولی اگه یه نفر میخواد این کار رو بکنه، اینه که حداقل مقصدش مشخص باشه و یه ذره از زبون و فرهنگ و اینا هم اطلاعات داشته باشه. اول اینکه داشت خیلی لطف داری، من که به شنونده ها بگیم که من رمو خیلی برام یه نوشابه میکنیم. واسه همین زیاد دیگه از یه جایی بعد نگید ای بابا اینا چرا دارم تعریف میکنن اصلا دیگه. ببین من همیشه گفتم عنصر شانسو، ببین حالا جلو منو باید بگیری یا خود میدونی شاخه به شاخه بشه، من یهو اپیزود میشه 5 ساعت بعد اصلا مهاجرت در میاد. ولی اینو خیلی سریع و کوتاه بگم، قبلا هم گفتم عنصر شانسو ما نباید نادیده بگیریم. یعنی تو هر چقدر تلاش کنی، هر چقدر سخت کوش باشی، آدم جنگجویی باشی، ولی اون عنصر شانس خیلی مهمه. و بذار اصلا مثال شوپنهاور این اگه اشتباه نکنم، خود شوپنهاوره که میگه، فکر میکنم تو اپیزودهای قبلی گفتم، ببین چقدر قشنگه. میگه تو فرض کن زندگی به منزله یه کشتیه که تو هم نمادی از اون کشتیه و حالا پشت اون کشتی مثلا ملوانشی، ناخداشی. شانس به مثابه اون باده است. حالا تو اگه مقصدی داری، یه باد خیلی خوب در جهت موافق
تو رو میتونه ساعتها و کیلومترها بندازه جلو. و از اون طرف تو هر چقدر ملوان خوبی باشی، یه باد مخالف، یه طوفان و هر آن چیزی که میخوای اسمشو بذاری میتونه مانع راحت بشه یا مسیر تو عوض کنی یا اصلا نذاره برسی به اونجا. پس این شانس خیلی مهمه. به خاطر همین ما وقتی آدم خوبی رو تو زندگی پیدا میکنیم، اگه آدمی رو پیدا میکنیم که لیاقت محبت داره یا آدمی که آدم خوبیه، شیله پیله نداره، شیشه خورده نداره، با مرامه، اینو باید ریسپکت کرد. و چی بهتر از این؟ آدم تعریف میکنه. من بازم تو اپیزودهای قبلی گفتم رفیق، دوست دختر، زن و تمام این چیزایی که آدم خودش انتخاب میکنه به طور غیر مستقیم نماینده انتخاب و چویس توه. من اگه دارم با تو میرم یه جایی که طرف منن، مثلا خانواده یا فامیل یا هرچی، وقتی کلیت رو تعریف میکنم یا برمیگردم میگم صمیمی ترین رفیقم یا برمیگردم میگم رفیق صمیمیمه، این یعنی به طور غیر مستقیم من دارم خودم معرفی میکنم، چون تو نماد انتخاب منی. به خاطر همین آدم با افتخار رفیق خوبش رو معرفی میکنه. همونطور که به قول شوپنهاور که میگه آدمای فرومایه و پست همو پیدا میکنن، بارها دیدیم آدمایی رو که رفیق صمیمیشون خودش بیانگر این بوده که طرف خودش چیه. میدونی؟ به خاطر همین از این مرسی که هستی. فقط خواستم یه چیزی هم اضافه کنم مثلا به حرفا که گفتی. ببین خیلی خوش آمد از مثال شوپنهاوری که زدی، ولی یه چیزی توی ذهنم اومد گفتم اینم اضافه کنم بهش. ببین حرف اصلش قطعا فکر می‌کنم خیلی‌ها ویدیوشو ببینن که بروس لیمت صحبت میکنه، میگه دوست من مثل آب باش. ببین اون مثالی که زدی راجع به کشتی و اون ناخودآگاه و اون باده که میاد و اینا، ببین من کاملا باید موافقم. تو ببین ناکن تو این مقصدی داری و اگه باد به اون طرف بوزه تو میتونی به اون مقصد برسی. ولی اما اگه 1% این باد به جهت مقصد تو بوزه، به نظر من خب این عنصر شانس، تو میگی عنصر شانس، حالا میگم نظرم متفاوته، ما از اولش اصلا اومدیم که دو تا دیدگاه متفاوت رو معرفی کنیم. به نظر من عنصر شانس بیشتر عنصر تقدیره برای من، که تقدیر میگه آقا تو اون مقصد تقدیر تو نیست، این باد به این سمت برمیگره و تو هم نباید مقاومت کنی. به نظر من تو هم باید با اون سوار اون باده و اون موجبش رو به اون مقصدی که باده میخواد ببرتت بری و لذت ببری. پس تو به تقدیر اعتقاد داری، به دستینی. بله. اینو بذاریم واسه اپیزود دیگه، چون من تو یه موقع یادم با هم نشستیم بحث کردیم چون من خیلی جواب به تقدیر اعتقاد ندارم. ولی خب این صرفا تقدیر هم نمیتونه باشه، صرفا میتونه رابطه باشه. تو آقا برای یکی خیلی تلاش میکنی. نه میدونم، ولی مثلا ما یه بار یادم صحبت کردیم همین رفاقت من و تو که توی خارج از کشور اتفاق افتاد، به نظر من از لحاظ منطقی یه تصادفه و من به نظر من یه تصادف خیلی خوب بود و من خیلی از این بابت خوشحالم و این همون شانس است که دارم میگم. ولی حالا تو بیشتر معتقدی که ما باید حتما همدیگر رو میدیدیم و اصلا دلیل این که من اومدم اینجا چرا این کشور رو انتخاب کردم و اینا، یعنی تو هم قسمتی از سرنوشت من بودی. این خیلی بحث جذابیه و من باید خودم اذعان بکنم که گاهن اتفاقاتی در زندگی ما میفته که نمیشه هر جور بخوای با منطق توجیهش بکنی، یعنی انگار واقعا این سرنوشتی که تو میگی پشتش. ولی حالا اینو بذاریم واسه یه بحث دیگه. پس این از سیستم پناهندگی شما. منم که خب گفتم فکر میکنم دیگه من تحصیلی اومدم، به نظرم الان فرصت خوبیه که بریم وارد بحث اصلیمون بشیم. اونم اینه که مهاجرت خوبه یا نه و ما توصیهش میکنیم یا نه و آیا طرفدار مهاجرت کردنیم یا نه. قبل از اینکه نظرات رو بیان بکنیم، همونطور که تو گفتی باید اینو بگیم که در نهایت هر کی هر تصمیمی میگیره مسئول تصمیمش خودشه. 100%. من به عنوان کسی که عاشق فلسفه و عاشق روانشناسی ام معتقدم، اینو دارم به همه میگم، اگه رفتی روانشناست بهت گفت این کارو بکن یا نکن، بدون روانشناس خوبی نیست. روانشناس و به طور کلی منتور و اون راهنمای تو زندگی نباید لقمه رو بذاره دهنت، نباید بگه بکن یا نکن.
من اگه الان برگردم میگم مهاجرت باید مهاجرت کنید حتما، من دارم همون کار اشتباه میکنم. روانشناس، راهنما، خانواده، هر آن کسی که در زندگی توه باید راه و جلوت بذاره، امکانات رو برات فراهم بکنه، این اطمینان رو بهت بده که در کنارته، هوا تو داشته باشه و در نهایت تویی که در آخر تصمیمو میگیری. و وقتی که تو این کارو میکنی در نهایت هم مسئول تصمیمت خودتی. 2 روز دیگه یقه یه نفر دیگر رو نمیگیری. اگه یه نفر به تو بگه برو فلان رشته رو بخون، تو بری اون رشته رو بخونی، دوست نداشته باشی یا موفق نشی، تهش میخوای بگی که ببین تو گفتی یا تو آینده منو خراب کردی. مسئولیت خودت رو دینای میکنی، انکار میکنی. به خاطر همین همیشه این فکت رو در نظر داشته باشین. اما راجع به مهاجرت، من طرفدار سفت و سخت مهاجرتم. یعنی به عقیده من، ببین الان ما وضعیت کشورمون خوب نیست، علل خصوص از لحاظ اقتصادی و معیشتی. و خیلی ها که از کشور میان هزاران دلایل متفاوت هست، ولی از اصلی ترین دلایلش همینه که خب تو خارج از کشور زندگی مرفهانه تر و موفق تر میتونی داشته باشی و ترم بیزینسیش میگن power of purchase یا power of purchase، بریتیشش بودی power of purchase یعنی تو قدرت خرید داری. یعنی منی که الان اینجا دانشجوییم، کار دانشجویی میکنم، دارم مینیمم ویج میگیرم، دارم حداقل حقوق میگیرم. حداقل حقوق الان سال 2023 ساعتی 14 یوروه، 14 و خورده ای. خب این با همین ما خیلی قدرت خرید داریم و حالا با توجه به امکانات مختلفی که هست، مثلا الان گوشی آیفون یه برند ایمیج دیگه توی ایران، تو الان آیفون داشته باشی مثلا خیلی خفنی و سیس میای و اینا. خب آیفون چند میلیون الان تو ایران؟ اگه اشتباه نکنم الان 150 میلیون چقدر؟ اطلاعی ندارم. مثلا 150 میلیون فرض بگیریم، یا بگو 200 میلیون، نمیدونم، قیمت‌های عجیب غریب. در صورتی که اینجا مثلا بچه‌ها خیلی جالبه، ما چجوری تو ایران همراه اول و ایرانسل داریم، اپراتور داریم. اینجا هم اپراتورهای مختلفی هست. بعد اپراتورها واسه اینکه شما رو به عنوان مشتری جذب کنن آفرهای مختلف میذارن. حالا مثلا فرض کن ایرانسل اینا یا همراه اول اینا یا هر اپراتور دیگه ای میاد میگه که اگر شما بیاید از ما سیم کارت بگیرین یا اگه سیم کارت دیگه ای داری بیای سیم کارت رو تغییر بدی به سیم کارت ما، مثلا ما گوشی آیفون 14 پرو مکس گذاشتیم، میتونی این آیفون رو 200 یورو پیش پرداخت بدی. اینو بگم چقدر الان آیفون اینجا 1600 یورو. بستگی به آیفونت داره. آیفون 4 پرو دیگه تهش 1400 یورو. 1400. حالا بستگی به حافظه‌ش هم داره دیگه، 256 باشه. خب بگو 1500 یورو مثلا. میاد میگه این 1500 یورو 200 یوروشو پیش بده، ماهی 25 یورو بابت گوشی، ماهی 25 یورو بابت سیم کارت که میگیم یعنی هزینه تماس، SMS و اینترنت. اینجا تماس و SMS هم نامحدوده. یعنی الان سیم کارتی که من و امید داریم حتی اگه متفاوت باشه نامحدود میتونیم با هم دیگه تلفنی صحبت کنیم و تکست بدیم. فقط اینترنتمون محدوده که 60 گیگ الان شده 50 گیگ. 50 گیگ. یعنی ماه پیش به ما SMS دادن که 50 گیگ شده، در صورتی که 12 گیگ بود. واقعا 12 گیگ کم بود. ولی خب بعد اینو بگیم که دیگه تو دانشگاه اینترنت نامحدود داری یا اون جایی که اجاره میکنی وای فای داره دیگه. خیابون یا وسط خیابون وای فای داری. آره. ولی 25 یورو هم بابت سیم کارت، 25 یورو بابت گوشی. بعد از من پرسیدن که مثلا میخوای بیمه هم بکنی یا نه، گفتم آره. 12 یورو بابت بیمه که اگه گوشی دزدیده شد، از دست دختر شکست، هر چیزی شد، یه دونه نوشو بدن. و مثلا کلا به خود میبینیم میشه مایی 50 60 یورو 70 یورو. حالا کجا قضیه جالب میشه؟ من توی یه شیفت کاریم میتونم این پولو در بیارم. در صورتی که شما داری ماهیانه این پولو میدی بابت گوشی آیفون 14 پرو مکس، یعنی بهترین گوشی. طبق حرفیم که تو زدی، مثلا اگه آیفون 15 الان بیاد ما راحت میتونیم بریم 14 پرو مکسمون رو بدیم و این سویچ میشه دیگه. درسته؟ دقیقاً درست. حالا ببین نکن، این حرف که زدی خیلی جالبه. حالا میخوام دلیلش هم بگم، کسایی که به سیاست علاقه‌مندن میتونن خیلی بهتر متوجه بشن که آقا اروپا اکثر کشورها سوسیالیستن، یعنی یه موضعی نزدیک به کشورهای کمونیستی دارن. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما هر حقوقی اینجا در بیاری
بسته به حقوقت داره. مثلا اگه 2000 یورو باشه که حقوق معمولی یک کارگر بین 1600 تا 2000 یورو، شاید 5 تا 15% ازش مالیات بگیرن. از اون طرف دندون پزشک که ماهی 15000 یورو در میاره، ازش حداقل 50% رو میگیرن مالیات. یعنی آخرش با حساب کتاب دستگاهش و اینا از 15000 تا 4500 تا 5000 تومانش میمونه. یعنی اینکه مالیات تو کشورهای کمونیست و سوسیال خیلی بالا. دلیل این که همه چیزها رو اینجا جسمی چه بخشید قسطی گذاشتن، از ماشین بگیر تا خونه و تا گوشی و حتی رایانه، حتی تا یه تبلت معمولی هم بخوای بگیری، یا اصلا جارو برقی خونه تو میتونی قسطی بخری. چرا؟ چون کشور سوسیالیسته. هیچ کسی قدرت خرید اینو نداره که بیاد یهو 2000 تا بذاره روی میز بگه آقا من گوشی میخوام بردارم، یا برعکسش بره 180000 تا بذاره بگه این خونه برای منه. در صورتی که ایران یک کشور کپیتالیسته. حالا درسته که باگ زیاد داره، ولی مدلی که داره پیروی میکنه ازش کپیتالیسته. یعنی آقا میتونی تو یه شب پولدار بشی. در صورتی که کشور کمونیست و سوسیالیستی شب پولدار شدن معنی نداره، اصلا وجود نداره. برای اینم باید در نظر داشته باشیم که تو کشورهای اروپایی اگر همچین قسمت‌بندی‌هایی هست، همچین راحتی‌هایی هست، خاطر اینکه کشور سوسیالیسته و خیلی اصلا مخالف سوسیالیسم بودن. چون آقا طرف 15000 تا در میاره، 60-70% رو دولت میگیره ازش. درسته خیلی آپشن براش میذاره، ولی خیلی این آپشن‌ها رو دوست ندارن. میگه چرا آقا من 70% حقوقمو بدم که یه کسی که بیکاره داره درس میخونه، مریض، از پول من استفاده کنه، در صورتی که من خودم میتونم این پول جمع کنم سرمایه‌گذار بشم. به خاطر اینه که این قسمت‌بندی‌ها وجود داره. آره، حالا من یادم رفت چرا این دقیقاً مثال گوشو زدم. خاطر راحتی بود بیشتر که آقا تو با پول 14 یورو درس. آره، داشتم پاور اف پورچس و همون قدرت خرید رو میگفتم و اینا، و اینکه خیلیا با دلایل مختلف میان و این داستانا. خب یادم اومد، ببین داشتم اینو میگفتم، خیلیا به خاطر دلایل اقتصادی میان، خیلیا به خاطر دلایل سیاسی میان، خیلیا به خاطر دلایل مختلف میان. ببین من چرا موافق مهاجرت کردنم؟ دیگه میخوام اون تیر خلاص رو بزنم. من دارم میگم حتی اگر کشور ما کجا بگیم؟ ژاپن بود، سوئیس بود، بهترین کشور دنیا هم اگه بودیم، من مهاجرت رو توصیه میکنم به چند دلیلی که الان میگم. در وهله اول تنهایی و مستقل زندگی کردن. ببین هر چقدر شما وضعیت تو ایران خوبه یا هر چقدر میخوای اینجا رفاه داشته باشی، نمیشه منکر این فکت شد که شما وقتی می خارج، علاوه خصوص اگر رفیق و فامیلی نداری، انگار که داری وارد یه دنیای ناشناخته میشی که از اول باید رفیق پیدا بکنی، از اول باید با یه فرهنگ جدید دست و پنجه نرم بکنی. خیلی از مسائل برات ناشناخته است و ما کلا از ناشناخته ها میترسیم، ما کلا از ابهام میترسیم. مثال معروفش ببین، باز میگم خیلی شاخه به شاخه میشه، ولی بچه که بودیم مامانه میگفتش که برسم خونه میدونم با چی کار کنم، چی تو رو سرویس میکرد، این که میخواد چی کار کنه. آفرین، تو اگه میدونستی که میخواد با شیلنگ بزنه، 2 شیلنگ بزنه پشتت، اوکی تر بودی تا اینکه آقا مامانه میخواد چی کار کنه. با این ابهام خیلی مهمه. خب پس ما وقتی که مهاجرت میکنیم خیلی از چیزا برامون ناشناخته است، اما باید از اول شروع بکنیم و این خیلی ببین خوبه. تو خانواده‌ای نداری اینجا ساپورتت بکنه. من با اون همیشه حرف خوبی میزد، میگه آقا رحمان اون بر رفتی دیگه ما نیستیم، آقا کلیدمو جا گذاشتم اسنپ کن برام، آقا فلان کارتم جامون اسنپ کن برام، آقا اینجا گیرم اینو برام کارت به کارت کن. تموم. و راست میگه. ببین من اینجا اگه کلیدمو جا بذارم تمومه. شاید اصلا مثل ایران نباشه تو زنگ بزنی کلید ساز بیاد راحت درتو باز بکنه. مثلا قانون باید 50 یورو جریمه بدی. حالا جدا از پول کلفت کلید ساز هم که خودش اصلا میمیره، جدا از پول کلید ساز، نمیدونم اگه تو شب تو خونت خوابت میبره، لامپت روشن میمونه، ککت هم نمیگزه به خاطر اینکه حالا قیمت برق خیلی مفته، قیمت گاز خیلی مفته، اینجا آدما حساب 2 تا 4 تاشون رو عجیب غریب دارن، چون خود اروپا الان اینفلیشن، تورم و وضع قیمت ها رو داری میدونی. حالا به اینجا هم میرسیم، اینم بحث جذابیه. ولی کلن
همین مسئولیت پذیری، همین بزرگ شدنه. و من اصلی ترین چیزاش رو بخوام بگم در وهله اول بحث خرید کردنه که من خودم یه آدمیم که خیلی خرید کردن دوست دارم. یعنی خرید کردن برای من خیلی جذابه. من ساعت ها میتونم برم توی این فروشگاه مواد غذایی یا لوازم خونه و اینا، اصلا به عنوان یه مرد حتی دوست دارم، علاقه دارم. ولی توی یه جایی به خود میبینی مسئول تمام خرید کردنات خودتی. اینو بگم خیلی الان تو ایران دارن اینجوری زندگی میکنن، ریسپکت، احترام. ولی حالت کلیو که من دارم در نظر میگیرم، خب مثلا خیلی تو خونه پدراشون خرید خونه رو انجام میده، حالا شاید دوبار برن نون بخرن یا دوباره اینا برن خرید بکنن، ولی یه تیمن، یه خانوادن. اینجا تو خودتی. این خرید کردنه، حواست به این باشه که چه چیزهایی نیازه بخری، چه چیزهایی تموم شده تموم نشده. مسئله مهم بعدی غذا و آشپزی کردن. ببین تو حتی وقتی کارم بکنی نمیتونی هر روز بری رستوران، بودجه مالیت جواب نمیده. بعد با این دیوالویشنی که ما تو کارنسیمون داریم، توی این وضعیت خراب ارز ما، من خودم مهاجرت کردم، یورو چقدر بود؟ 30,000 تومان. الان یورو چقدره؟ 54,000 تومان. تازه امروز دقیق 54,750 بود. جالبش اینه که من وقتی اومدم یورو 4,500 تومان بود. تو با یورو 4,500 اومدی، من با یورو 30 تومانی. الان باز همه هزینه‌ام شده با یورو 54 تومانی. دیگه خود وضعیتو ببین دیگه. تو نمیتونی هر روز بری رستوران یا غذا آماده بگیری. یه سری شبا حال نداری یا 2 هفته است داری واسه خود غذا درست میکنی، کاملا ریسپکته که این کار خود بکنی، ولی به این نقطه میرسی که باید آشپزی کنی. حالا تو هر روز میتونی فقط تخم مرغ و اینا بخوری؟ نه. پس میبینی قضیه جدیه. حالا کاری که من کردم چی بود؟ من دیگه وقتی که کارم خیلی جدی شده بود دیدم ما داریم میریم، تمومه، من ماه دیگه نیستم، تموم شد. رفتم گفتم مامان من میخوام یه ماه کنار دستت وایسم. و اینو بهتون بگم، این اپیزود راجع به آشپزی نیست، ولی آشپزی یه سری اصول و مقدمات اولی و بیسیک داره، اونو یاد بگیری دیگه تمومه. ببین یاد بگی چجوری برنج خیس کنی، درست کنی، پیاز و سیر و اینا رو یاد بگی دیگه تمومه. ببین همه غذاها پیازو باید خورد کنی، تفت بدی، زردچوبه بزنی تموم شد. زردچوبه رو میزنی، مرغ، گوشت یا پروتئین تو، اختاپوس، هر چی انتخاب میکنی، بقیه‌اش دیگه بازی با ادویه و خلاقیت‌های خودته و دیگه یوتیوب و کتب آشپزی و همه اینا عشق میکنه دیگه، اصلا لذت میبری. ببین صرفا برای که سیر بشه، صرفا که چیزی باشه قابل خوردن باشه و بخوری. آره نه همون اول دستپخت مادر نمیرسه که مثلا ما تو ایران میخوریم. 100%. از همینجا ریسپکت و احترام برای تمام مادران به قربان همه مادران. آره. پس میشد بحث خرید کردن، شد بحث آشپزی، شد بحث مسئولیت پذیری، شد بحث این که همه کاراتو خود باید انجام بدی، مکاتباتتو خود باید انجام بدی، خود باید ایمیل بزنی، خود باید بری شهرداری، خود باید کاراتو بکنی، پیگیر باشی، حواست باشه، امتحانات، پول، فلان. ببین من اینه که مهاجرت رو دوست دارم. واقعا مهاجرت از تو یه آدم خودساخته میسازه و همه اینا به یه طرف. مسئله دوم دیگه این که ما همیشه تو حتی تو فرهنگ خودمون، تو اشعار خودمون، تو کتب خودمون خوندیم و من چقدر به این عقیده دارم و معتقدم که چقدر درسته که انسان باید سفر بکنه. یه شعری که خیلی دوست دارم و همیشه میخونم چیه؟ سفر برون کند از طبع مرد خامی را، کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. چقدر این شعر زیباست. میگه سفر برون کند از طبع مرد خامی را. تو سفر بکنی از طبع و سرشت و اصلت خام بودن، فرومایه بودن، پست بودن. برای چی میگن یارو دنیا دیده است؟ چون رفته 4 تا جای دیگر رو دیده، 4 تا فرهنگ دیگر رو دیده، با 4 تا آدم دیگه صحبت کرده. همین خیلی به تو دید میده، جهان بینی تو افزایش میده. تو دیگه اون آدم کوته فکر رو بسته نظر نمیمونی. پس برای اینه که میگه سفر برون کند از طبع مرد خامی را. حالا مثال رو ببین، این ما دیگه بچه علوم انسانیم دیگه، البته ما همه رشته ها رو تجربه کردیم و ریاضی تجربه فلان، ولی با افتخار علوم انسانیم. به این سبک میگن اسلوب معادله.
حالا تا جایی که از درس هم حالا اشتباه نشه یکی بیاد که بچه انسانی و فلان. آقا این اسلوب معادله است. چرا؟ چون داره واسه مصرع اول مثالی میاره که تو میتونی تک تک اینا رو به هم دیگه وصل بکنی. خب یعنی اینا مثل معادله میشه. یعنی استادشم که صاحب تبریزی جان. یعنی ببین ما تو ریاضی، ما تو ادبیات هم ریاضی داریم، ما حالا ریاضی ها فکر نکنن چی. سفر برون کند از طبع مرد خامی را مثال و به به. کباب پخته نگردد مگر به گردیدن. شما کبابو که میذاری رو منقل، هر از گاهی هر چند صباحی باید بپیچونیش، ببری روی اونوری روش، هی با این بازی بکنی که این یک دست بپزه و نسوزه. ببین چقدر قشنگ گردش و گردیدن یا همون سفر کردن رو ربط میده به این. پس تو برای اینکه انسان پخته‌ای بشی باید بگردی، باید سفر بکنی. چقدر دوستای خارجی خوب من اینجا زیاد دارم. چقدر فرهنگای مختلف تو آشنا میشی، لذت میبری. چقدر با آدمای دیگه آشنا میشی، میبینی چقدر به تو نزدیکن، اونا هم آدمن. و اصلا وقتی که دنیا رو از فرهنگای مختلف و از نقطه بالاتر نگاه میکنی، چقدر آدم متواضع‌تری میشی، چقدر بیشتر به این پی میبری که در جهان هیچی نیستی و چقدر دنیا برای زیباتر میشه. من اصلا این وقتی با ملیت‌های دیگه آشنا میشه، دقیقاً به اون شعر فکر کنم سعدی بود میگفت بنی آدم یک دیگرن که در آفرین یک گوهرن. آره درسته. از گلستان سعدی. بعد همین باعث شد که ببین تو اصلا دیدگاه آدم‌ها رو متوجه میشی. اصلا ببین ناکن خیلی جالبه، ولی اصلاش فکر کن همینطور که تو الان داری، تو نوعی میتونه شنونده باشه، تو داری دنیا رو میبینی، داری به اطرافت نگاه میکنی، فکر میکنی. ببین دقیقاً منم همون کار رو دارم میکنم. یعنی تک تک آدمای روی این زمین فکر دارن، دیدگاه دارن و یه جوری فکر میکنن و اصلا دارن، یعنی اونا هم انسانن. خب اصلا خیلی جالبه. از بعضی وقتا من احساس میکنم انسانا به این داستانا فکر نمیکنن و همین باعث میشه که تو به یکی آسیب بزنی، اختلاس بکنی، دزدی بکنی، تجاوز بکنی. در صورتی که اگه تو خودت در جای اون آدم بذاری و بدونی که اون آدم هم مثل تو داره به این دید نگاه میکنه، شاید از اون کاری که میخوای بکنی انجامش ندی، فقط به خاطر همین دلیل که میدونی اونم یک انسانه و کار تو انسان دوستانه نیست. حالا ببین بحث ما راجع به این که سفر کنیم یه چیزه، راجع به این که مهاجرت کنیم یه چیز دیگه است. ببین خود شعرم میگه سفر با مهاجرت میتونه توی قالب باشه ولی فرق داره. چون تو ببین مهاجرت که میگی یعنی تو قراره به مدت طولانی یا کوتاه، میتونه 6 ماه باشه، میتونه 1 سال باشه، یا اصلا 10 سال، یا اصلا تا آخر عمرت تو بری یه جا زندگی کنی، این میشه مهاجرت. ولی اینکه اگه تو بری صرفا یه جا 10 روزه، 20 روزه، 2 ماه بگی آقا من میخوام برم مسافرت، خب بری اونجا و برگردی کشور مبدأ و جایی که بودی. حالا من بحث این که آقا تو اگه کشور اوتوپی داشته باشی و یه کشور خیلی خوب داشته باشی، چون که تو نمیتونی برنگردی کشورت. تو حتی اگه 5 سالم بری آمریکا بهترین زندگی بکنی، بازم دلت میخواد آقا برگردی کشور خودت. چرا؟ چون ببین من نمیخوام اصلا کنه اسم ببرم از مصاحبه یا هر چیز دیگه، ولی کلا چرا آدم توی کشور دیگه تلاش کنه؟ خب چرا آدم بخواد توی کشور یه سختی بکشه و برای بهتر شدن جامعه یک کشور دیگه تلاش بکنه، در صورتی که تو میتونی این کار رو تو کشور خودت بکنی که خانواده خود از این داستان سود ببرن. ببین کاملا درست میگی، متوجه ادلتم هستم، ولی بحثی که اصلا من مطرح کردم هم همینه. من گفتم حتی اگه بهترین کشور جهانم داریم تو باید مهاجرت بکنی، چون دیگه ببین تو سفر کردن که اونقدر به خرید کردن و آشپزی و مسئولیت و اینا که اهمیت نمیدی. برای همین من مثلا مهاجرت رو زدم. و مسئله بعدی اینه که باز دارم میگم طرف مهاجرت میکنه، حالا که مهاجرت میکنه تصمیم میگیره که میخواد بمونه اونجا زندگی بکنه، یه ملیت دیگه رو بگیره، به اصطلاح 2 ملیتی بشه، یا نه برگره کشورش. که تو در 2 حالت در نظر بگیری، من خیلی از دوستام حتی قبل از اینکه من خودم مهاجرت بکنم اومده بودن خارج و برگشتن ایران. و نمونه باردش با آخرین نفرشون که صحبت کردم قبل از اینکه بیام، گفتم تو چرا برگشتی؟ اون هلند بود. گفت ببین من به این نتیجه رسیدم که ایران حالم بهتره. همین. خب این ادله اون بود.
یه نفر دیگه ممکنه به این نتیجه برسه که نه، خارج از کشور حالش بهتره. دقیقاً بستگی به آدم داره. بستگی به آره ولی ببین باز مهاجرت کار خوبیه. به خاطر همین منم گفتم که مهاجرت کن. یعنی ببین تو وقتی مهاجرت میکنی تمام مسئولیت پذیرا تو به هر حال دیگه، ببین مثلا دیگه یا دوره دیگه کمترین دوره تحصیلی 1 سال است، ولی الان دوره مستر خود من 2 سال است. تو اگه دکترا بیای که این بیشتره، اگرم برای لیسانس بیای که 3-4 سال است. پس تو دیگه یه 2 سال 3 سال و حداقل اونجا هستی. پس 2 سال 3 سال بهترین زمانه که تو خود ساخته بشی، از آشپزی و خرید خونه و مسئولیت و همینو بگیر، حالا بعدشون تصمیم رو بگی برو بیا. ولی تو در نهایت مهاجرت رو کردی دیگه، تو در نهایت به اون کشور رفتی. موافقم بود، نه کاملا بود موافقم سر این داستان. ولی ببین ناکن مثال هایی که ما زدیم، آشپزی، خرید، مسئول بودن، ببین این بخوای نخوای برای تو بدون مهاجرت هم اتفاق میفته. تو بالاخره یه روز بعد ازدواج کنی، شاید هم کردی، دارم با اون شنونده میگم، و تو به این مسئولیت رسیدی. خب تو دیگه الان حالا من میخوام اینو بهت بگم، خب حالا اینو دقیقاً خواستم به اینجا رسیدم که مهاجرت اگر یه خوبی داشته باشه غربتشه. یعنی چی؟ یعنی آقا من امید اینجا دیگه پدرم نیست، مادرم نیست، پدر بزرگم نیست، ایکس نیست، عموم نیست، دایم نیست، خودم. خب حتی بعضی وقتا من خودم ناراحت میشم، مثلا آقا من صبح سر کلاسم، ظهرها سر کارم، شب میرسم خونه باید درس بخونم، یعنی باید پول در بیارم، در حین حال هدفمو دنبال کنم. و بعضی وقتا ناراحت میشم وقتی مثلا رفقای خارجیم نگاه میکنم، به قول تو اون قضیه کارنسی هستش، قضیه این که اینا شب راحت‌تر پول براشون جابجا میشه نسبت به ما و این داستانا. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اون بشم، ولی در کل مثلا یهو به خود میگی آقا 4 سال مسافرت نرفتی و فقط داری اون مسئولیت رو تکرار میکنی. فقط اینی که آقا درس تو بخونی، اون مدرک رو بگیری، کنارش هم پول در بیاری که گشته نمونی و اینجا کسی هم نیست کمکت کنه. آخر ماه حتی شاید آخر ماه هم برای من پیش اومد، من برات پیش اومد، حتی شاید آخر ماه هم 2-3 روز هیچ نخوری. میگم اینه که به نظر من این داستان است که توی مهاجرت تو رو بد میسازه، یعنی بد تو رو متکی به خودت میکنه. بد خوب دقیقاً. ببین یه نکته هم بگیم، حالا انقدر هم ترسناکش نکنیم دیگه، خودمونیم. ما الان دیگه ببین ما واقعا داریم به نوعی لذت میبریم دیگه داداش، ما اکثرا با همیم دیگه بیا منصف هم باشیم بذاره با مخاطب. واقعا تو اگه آدمی باشی که بری سر کار، ببین اتفاقا بذار از همینجا این مسئله رو باز بکنم. خیلی از آدما میان مهاجرت میکنن و میان این طرف فاز میگیرن و شروع میکنن ویدیوهای احساسی، غمگین، مخالفت با مهاجرت. ببین من اصلا اینا رو نیستم. ببین من خودم پادکست دارم دیگه، هرمس مال منه. خب من الان میتونستم بیام آقای ویدیو بسازم از این جملات مهاجرت یعنی زندگی تو بذاری توی یه چمدون بیای، یه هواپیما هم داره بلند میشه، صفحه هم سیاه‌سفیده، فرودگاه امام هم هست، 2 تا گریه و بای بای هم بذارم، بعد بنالم از این که اینجا من چقدر دارم اذیت میشم. بابا جمع کن خودتو. ببخشید عذرخواهی میکنم. ببین من نمیخوام بگم من دلم اینجا تنگ نمیشه، من نمیخوام بگم من به پدر مادرم فکر نمیکنم. کسی ندونه، تو میدونی من یه دریمرم. من هر شب بالای 4-5 بار خواب میبینم و به فاصله های 2 ساعت 2 ساعت و نیم از خواب میپرم. کم کم من 4-5 بار خواب مختلف رو میبینم. من هر شب خواب خانواده‌مو دارم میبینم. چه بسا نه 1 بار، نه 2 بار، 3 بار، 4 بار. من ببین دروغ نمیگم چون اصلا نیازی ندارم دروغ بگم، شبی نشده من خوابشون رو نبینم. یه شبایی بوده با بغض خوابیدم، یه شبایی بوده گریه کردم، ولی همینو دوست دارم. زندگی یعنی همین. ببین من این نالیدنه رو بدم میاد. تو مهاجرت کردی، قرار نیستش که همه چی بلو تو بعد روز اول میدونستی اینا رو. فیلم جان ویک هست، خیلی یه کلمه خیلی زیبا داره، کانسیکوئنسز. باید عواقب تصمیماتو بپذیری، چه خوب چه بد. ببین برمیگردیم به اون قضیه تصمیمی که گفتی آقا مسئول تصمیم خودتی. چرا؟ چون اگه بد باشه خودت مقصری و به این فکر می‌کنی که چجوری درستش کنم، خوبم باشه به خود افتخار می‌کنی، میگم یه کردیت به خودت میدی. واسه این آقا بعد عواقبو بپذیریم. مسئولیت تمامی تصمیمات چه ریز چه درست آقا
بیدار شدم به جای اینکه برم بدوم گوشو گرفتم دستم 2 ساعت تو اینستاگرام بودم. اینم یه تصمیم در خودش، اینم یه کانسیکوئنسز داره. پس هر تصمیمی آقا ما میگیریم، چه بزرگ چه کوچیک، ما باید عواقبشو بپذیریم و ناله نکنیم. سعی کنیم دنبال بهتر شدن و پیشرفت کردن باشیم به جای اینکه به قول تو بشینیم ناله کنیم آقا این بده، ای خدا من بمیرم فلان. نه آقا جمع کن. بعد ببین اصلا خیلیا از این طرف به قضیه نگاه نمی‌کنن که همون کسی که داره اینطوری میناله، ببین من این حقو بهش میدیم که غمگین نه، اصلا این حقو بهش میدیم از این ویدیوها بسازه. ولی ما هم این حقو داریم که مخالفت بکنیم دیگه. ببین خیلی از همین آدما رو بری زندگیشون رو تو ایران نگاه بکنی میبینی. ببین ببخشید من میخوام اینو بگم، توی که الان اینجوری داری ناله میکنی، تو ایران بودی چقدر به پدر مادرت ابراز عشق میکردی، چقدر کنارشون بودی، چقدر در آغوششون میگرفتی. اون وطنی که میکنی، اون رفیقی که میکنی، چقدر پیششون بودی. الان گذاشتی رفتی، خب برات ملموستر شده. طرف تو 2 روز پیش حالا ولش کن اصلا، ولی اونقدر عمیق نبوده. حالا الان اینجا داره یه جوری رفتار میکنه که فلان. ببین من موافقم با تو. ببین اصلا یک دلیلی که رحمان از من دعوت کرد به این پادکست بیام که من یه ذره گرایش منفی دارم به مهاجرت، نه 100% منفی، من خیلی جا موافقم هستم و رحمان خیلی مثبت تره و یه جوری ما خواستیم اینو ادغام کنیم و یه چیز جالب از توش در بیاد. حالا اتفاقی که با این افراد میفته اینه که اینا خیلی منفی ان و یه سری افراد دیگه هم که هر روز ویدیوهای توی ماشین خوب و توی کلاب و این داستان مثلا اونا هم خیلی مثبتن. ببین جفت طرف اشتباهه. تو باید واقعیت رو نشون بدی. آره ولی یه نکته همینجا بگم، این مسئله خیلی مهمه. به نظرم این نقطه طلایی بحث ماست. یعنی واقعا ما الان بالای ابراهیم. این ببین خیلی مهمه، چون چیزی که من میخوام بگم خودم الان خیلی دوست دارم. مشکل آدمای اینجوری اینه که نمیخوان این فکت و این حقیقت رو بپذیرن که مشکل از خودشونه، نه از مکان، نه از مهاجرت، نه از کشور. حالا الان ببین توضیح میدم دیگه، شما خودت بشین فکر کن و مخاطبان فکر کنن و من هم میشینم فکر میکنم. اگه غیر منطقی بگین غیر منطقی. آقا من اینجا با کلی از ایرانی‌ها آشنا شدم و خیلی از آدم‌ها رو دیدم، دور نزدیک فلان و اینا. ببین خیلی از ایرانی‌ها در وهله اول زبان ضعیفه، زبان تعطیله. طرف به زور یه آیلتس 5.5 6 گرفته، به زور اومده. خیلی جالبه این توی همه ما ایرانی‌ها هست. نمیخوام حالا به همه جمع همگی بمونم چون اصلا کار اشتباهی، تو هیچ وقت نمیشه بگه همه، ولی دقت کردی اکثر ایرانی‌ها دوستن صرفا فقط قبول شن. ببین هیچ وقت دنبال پرفکت کردن این چیزی نمیره. آفرین. خیلی عجیبه. طرف صرفا یه زبانی دست و پشت شکسته گرفته اومده. ببین زبان خیلی مهمه. تو وقتی زبانت خوب باشه چه فرقی بین من، ببین قطعا فرهنگ مشترک، گذشته مشترک، درد مشترک، تاریخ مشترک تاثیر داره. یعنی من با ایرانی خیلی راحت‌تر میتونم ارتباط بگیرم و همینطوری که من و تو الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم لذت ببرم. ولی این به این معنی نیستش که مثلا من دوست خارجی خوب ندارم. من کلی دوست خارجی خوب دارم، میشینیم درد دل میکنیم، اصلا طرف از رابطه‌اش به من میگه، از مشکلاتش بهم میگه، دوستای خوبی با هم دیگه هستیم. یکیشون مثلا انگلیسیه. خب حالا اون تصویری که از ما از انگلیس داریم و آدمای دیگه، ولی چقدر پسر نازنینیه، تو هم دیدی اسمش هم پیتره. خب انسانیت دیگه، انسانیت به دست کف دستت ناکن. 5 تا انگشت داریم، 5 تا چونشون شبیه هم نیستن. این خودش نشون دهنده اینه که آدما شبیه هم نیستن. حالا میخواد اصلا نشنالیتی که میخواد باشه. دقیقاً. حالا ببین پس تو زبانت خوب باشه به سادگی با آدما ارتباط میگیری. حالا کاری ندارم یکی اکستروورت برونگرا، یکی اینتروورت درونگرا، یکی دوست داره بیشتر با آدما ارتباط بگیره، یکی آره، یکی آنتی سوشیاله، یکی واسش ارتباط گرفتن با آدما راحت و اینا. ولی ببین زبان خیلی مهمه. پس تویی که داری این اپیزودو گوش میدی تردید داری بیا یا نه، زبانتو قوی کن. ببین من با آیلتس 7.5 با لیسنینگ ریدینگ 8 به مشکل خوردم و چه بسا هر از گاهی میخورم. من هنوز که هنوزه دارم اینجا انگلیسی میخونم. یعنی فکر نکن یه آیلتس 7 گرفتی دیگه تمومه ها. ولی میخوام اینو بگم، خیلی ها مشکل زبان دارن و میان اینجا. وقتی که مشکل زبان داشته باشی نمیتونی ارتباط بگیری، نمیتونی تو جمع صحبت بکنی، فارسی هم فکر میکنی، یهو وسط جملاتت قفل میکنی،
این اعتماد به نفس تو میاره پایین. اعتماد به نفست بیاد پایین دیگه میترسی تو جمع صحبت بکنی. بترسی تو جمع صحبت بکنی دیگه اصلا نمیری تو جمع. پس در کل میشستی به همین دوتا ایرانی که اینجان. حالا از شانس دپرس بشی، شاید دپرس بشی. آفرین. حالا اصلا شاید ایرانیای خوبی باشن یا نباشن. این از این. مسئله دوم، آدما سلف دیولپمنت ندارن. یعنی طرف تو ایران از در باشگاه رد نشده، 2 دنبل تو زندگیش نزده، 2 کتاب نخونده. بذار به کتاب هم میرسیم. اصلا بذار کتاب رو رب بدیم به زبان. آفرین. ببین طرف 2 کتاب نخونده، آدم عمیقی نیست. خب خارجی هم میفهمه. تو فکر نکن خارجی هم فرق داره. من نمیخوام بگم خارجی ها عالیان گلن و بلبلن ها. خیلی خارجی ها هستن که با اختلاف ما خودمون نگاهشون هم نمی کنیم چون آدم های پوری نیستن. ولی ببین تو وقتی آدم پوری نباشی نمیتونی توقع داشته باشی آدم های پر دورت جمع بشن. و اما مسئله باشگاه، ببین تو وقتی باشگاه نمیری، ورزش نمی کنی، لایف استایل سالم نداری، یعنی دیسیپلین نداری، یعنی بدن سالم نداری، از این طرف میگم این کجا بهت ضربه میزنه. کجا ضربه میزنه؟ طرف اینجا میاد اروپا. خب اروپا ژن خوب و حالا میگم ببین داستان میشه ژن خوب که میگم نه که ما بدیم ما آدم من که کلا خودم مخالفم با این حرف رحمان، ولی خود زمینی برش. آره ببین آدم تو میای اروپا بالاخره چش رنگی زیاد میبینی، موطلایی زیاد میبینی، مومشکیای خوبم زیاد میبینی، کلا آدمای جذاب زیاد میبینی. اصلا یکی از مزایای جهان دیدن و دنیا دیده بودن همینه. زیبایی قدرن نیستم شده. آره ببین تو تو ایران بیشتر ایرانی میبینی و متاسفانه به خاطر صنعت توریسم ضعیف ما تو به اون صورت مثلا آفریقایی، کانادایی، آلمانی اینا نمیبینی. کسی هم بیاد تعداد محدودی هم پیرپاتالاشون که 70-80 سالشونه میان حافظی سعدیه ببینن تموم شد رفت. پس تو می اروپا یهو میبینی از سمت یه پسر دارم صحبت میکنم، اما از دیدگاه یه پسر، از پرسپکتیو، یعنی از منظر یه پسر. تو اصلا میبینی چه دخترایی مثلا خوبی، خوشگلی، خفنی و اینا. خب تو دوست داری با اینا دوست شی؟ دوست داری اصلا با یکی از اینا بری تو رابطه؟ دوست داری کشف کنی؟ اصلا دوست داری میری با یکیشون برقصی؟ خب ریجکت میشی. چرا ریجکت میشی؟ قربون شکلت اونی که اونقدر خفنه خودش هم دنبال آدم خفنه دیگه. من احترام میذارم به همه سبک بدن و ایناها، سبک زندگی خوده، ولی ببین من دارم حقیقت ها رو میگم. من یه آدمی که خودم ورزش کردن رو دوست دارم و معتقدم ورزش جزء باید هاست، نه لزوما واسه اینکه حالا تو بری سیکس پک داشته باشی برای سلامتی. ولی ببین برو از هر روانشناسی میخوای بپرس، برو هر 100 تا مقاله علمی برات میارم، تو آدم سالمتر، پخته تر، با دیسیپلین تر و همه مزایایی که داری. خب ببین طرف زبانش ضعیفه، و خودش تو زندگی کار نکرده، ورزشکار نبوده و هزاران مسائل دیگه، بعد میاد این طرف با 1000 تا دنیای قشنگ، آرزوی قشنگ و اینا مثل پتکیه که میخوره تو سرش و میشکنه، خراب میشه. و اصلی ترین نکته که میخوام مطرح بکنم، مشروب و عرق. ببین این خیلی بحث مهمیه. چرا؟ مشروب و عرق همونطور که میدونی تو ایران ممنوعه و برای خیلی ها میشه عقده. من خیلی خوشحالم که با این که دارم توی اروپا زندگی میکنم و آزاده و خیلی هم مفته، ولی باز مصرف کننده نیستم. تو هم همینطور. اصلا چیز جالب میخوام بگم، من وقتی ایران بودم خیلی عرق مصرف میکردم، بعضی وقتا چون جوان‌تر بودیم پول نداشتیم مثلا اتانول میخوریم. ولی من وقتی اومدم اینجا، وقتی این آزادیه بود که آقا من میتونم برم الان توی مغازه ابسولوت بگیرم با 15-16 یورو، ولی من اینجا مشروب الان من 2 سال مشروب نخوردم. رحمان خیلی جالبه. فقط اون بحث اون ممنوعیت چقدر میتونه از لحاظ روانشناسی تو رو مجاب بکنه که آقا برو اون ممنوعه رو امتحان کن. دقیقاً. حالا ببین چرا مثلا من مشروب نمیخورم با احترام به همه اونایی که میخورن یا دوست دارن؟ اصلا توهین نمیکنم، بین خودمون صحبت کنیم. آره آقا ضرر داره، بدن تو خراب میکنه، مغز تو خراب میکنه و همه چیزایی که مقالاتش هست. ولی کلا میخوام بگم یه نفرم هستش که رعایت میکنه، کنترل میکنه، اوکیژنلی به اصطلاح موقعیت با موقعیت مثلا میخوره و اصلا میگم آره ما کاری به این چیزا نداریم. ولی ببین من میخوام اینو بگم، طرف پاشو از ایران میذاره بیرون،
کلا میبینی تو دیسکوه، کلا میبینی تو باره، کلا میبینی داره گل و مشروب میزنه. بابا بس کن، جمع کن خودتو. حرف اولی که زدم، هدف. ببین تو باید به اینجا هدف داشته باشی. یعنی بهترین چیز برای مهاجرت اینه که تو یه هدفی داشته باشی و اون هدف رو دنبال کنی. تو اگه بیای اینجا اون هدف رو نداشته باشی و صرفا اومده باشی خارج، دوست داری اون عقده‌ها رو برطرف کنی، بشینی هی مشروب بخوری، خیلی ببخشید اینجا فاحشه خونه هم هست، بری با فاحشه بخوابی، بری کلی کار بکنی و آخرش هم شاید عجیب همه اینا برات مریضی بشه. شاید از کجا معلوم اون الکل برات اعتیاد نشه و تو اصلا زندگی تو از دست با اون. واسه این به نظر من ببین تفریح خوبه، ما نمیخوایم اینجا این فازو ورداریم که همه این چیزو بده نکنید. نه، ما اصلا این فاز نمیگیم. ببین نکن، هر چیزی به اندازش خوبه، هر چیزی باید بالانس باشه. حالا خیلی صحبت کردیم ولی اینم بگم خیلی کوتاه، کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلیو یه قسمتش هست که آقا یه پدری پسرشو میفرسته توی صحرا پیش دانایی که این پسره راز خوشبختی رو از این مرد یاد بگیره. آقا میرسه به اینجا توی قصر بزرگ وسط صحرا، حالا میتونید خودتون بخونید خیلی کاملتر و بهتره. وقتی این پیرمرد رو میبینه، این دانای پیر بهش میگه که آقا این یه قاشق بهش میده، توش 2 قطره روغن میریزه، میگه برو توی قصر من بچرخ 2 ساعت دیگه برگرد اینجا. الان شلوغه مثلا شلوغه، ولی 2 ساعت دیگه بهت میگم راز خوشبختی رو. میره حواسش به این 2 قطره است که نریزه، میره برمیگرده قاشق رو تحویل میده، میگه بفرمایید 2 قطره روش. نگاه میکنه دانه، میگه آقا 2 قطره توشه دمت گرم، ولی آیا مثلا فرش‌های ایرانیمو دیدی؟ باقی که براش 20 سال زحمت کشیده بودم اون دیدی؟ تابلو داوینچیو دیدی؟ میگه نه ندیدم. قاشقش پس میگه برو نگاه کن، لذت ببر، بعد بیا. 2 ساعت میره میچرخه، هیجان زده بودو میرسه، میگه وای عجب کاخ خفنی، چه فرشایی، چه تابلوهایی. بعد دانه میگه ایول، حالا اون قاشق کو که توش 2 روغن بود. یهو جوونه به خودش میاد میبینه قاشق 2 قطره افتاده. این دانه بهش میاد راز خوشبختی در زندگی همینه، اینکه تو از زیبایی‌های زندگی لذت ببری و همزمان حواست به اون 2 قطره توی قاشق باشه که اون میتونه مسئولیتات باشه، میتونه هدفات باشه. واسه همین تو باید لذت ببری ولی همیشه حواست به مسئولیتات باشه و زیاده روی نکنی. بالانس و نگهداری، تو هر کاری بکنی، مشروب هم بخوری کنارش، ورزش هم بکنی، این آدم تو زندگی خوبی میتونی داشته باشی. واسه همین ما نمیگیم بکن یا نکن، صرفا اون بالانس رو اگه بتونی پیدا بکنی تمام شد رفته. دقیقاً همینطوره. ولی میگم مشکلی که من از عموم ایرانیایی که اینجا دیدم و عموماً میبینی این ایرانی‌ها بیشتر سرخورده میشن، عموماً میبینی این ایرانی‌ها بیشتر از مهاجرت بد میگن. همونی که زبانی ضعیفه بیشتر تایمشو داره توی بارا و کلابا سر میکنه، میاد اینجا غرق گل و مشروب میشه و عرق میشه و از طرفی ریجکت میشه. اگه پسر ریجکت میشه از دخترای اروپایی، از خانمای اروپایی و حالا اون چیزی که فکر میکرده میتونه داشته باشه و نمیتونه داشته باشه. و اگه طرف خب تو واقعا منکر غربت نباید بشی دیگه. ما خیلی اوقات با سوپرمارکت سر کوچه‌مون هم یه بگو بخندی میکنیم، تو شاید با آرایشگرت یه رفاقتی داشته باشی، کافه بری قهوه بخوری، یه چیزی بکنی. ایران فرق داره. اصلا کشور اصلا نه فقط ایران، کشور گرمسیر ببین یه چیز کاملا بیولوژیکه نسبت به اون محل زندگیه. آقا تو کشورهای مثل ایران، مصر، افغانستان که اینقدر صمیمیت و گرمیت زیاده بین مردم، خاطر که این کشورها گرم بودن. یعنی چی؟ یعنی آفتاب انقدر زیاد، انقدر میتابیده، انقدر درجه حرارت زیاد بوده که مرده کولر که نبود روزا میومد از خونه بیرون. آقا حتی این 40 سال پیش تو فیلم‌ها می‌بینیم که آقا پیرزنا میشستن دم در سبزی پاک می‌کردن، بچه‌ها فوتبال بازی می‌کردن. حالا فکر کن آقا اون ما تو ایران جدن در جد با این عقاید بزرگ شدیم که با هم یه حرف میزنیم بگو بخند و این داستانا. حالا اروپایی بنده خدا سرد بود اون موقع، نمیتونست از خونه بیاد بیرون، میومدن بیرون تهش میرفته یه آبجو میخوره توی بار که اونم همش دعوا میشد، تو فیلم‌های واکینگ مشخصه، یا تهش میرفته شکار برای زن و بچه‌اش غذا بیاره. یعنی این توی دی ان ایشون هک شده که آقا اینا آدمایین که سرن. حالا میتونه یکیش بینشون باشه که حالا شاید گرم باشه، یا اصلا یکی هستش که رو خودش کار کرده رفته مسافرت. من دیدم که بهت میگم رفته اینقدر کشورهای مختلف رو دیده و اون گرمی رو در خودش به وجود آورده. ولی اکثرا تو وقتی با اروپایی دوست بشی بعد این سردی رو بعد برات قابل قبول باشه که خودت فکرم دیدی ازشون که اون مرام و معرفت ما ایرانی‌ها رو ندارن، اون گرمی رو ندارن. ولی خب نمیتونی ناراحت شی ازشون چون اینجوری بزرگ شدن و اینجوری هستن.
دقیقا همینطوره. پس ما نمیخوایم منکر غربت بشیم، منکر سختی های این طرف بشیم، ولی باز یه بخش بسیار عظیمی از غمها و ناراحتی های تو برمیگرده به خودت. تو وقتی رو زبانت کار نمی کنی و برات مهم نیستش که بتونی زبان قوی تری داشته باشی که بتونی راحت تر ارتباط برقرار بکنی، وقتی که لایف استایل غنی نداری، وقتی که هدف نداری، نظم نداری و از طرفی کارم نمی کنی، اینو یادم رفت بگم، ببین ما الان اینجا داریم کار میکنیم. من قبل از این که بیام خارج من عاشق قهوه‌ام، یعنی آقا من قهوه زیاد میخورم. یه مدتی هم مثلا یه جا بارتندر باریستا بودم، ولی یه فاصله افتاد. بعد که میخواستم بیام خارج رفتم پیش یکی از دوستام که استاد قهوه بود، یه دوره قهوه باریستایی گذروندم، بعد اومدم این طرف. الان من خودم اینجا باریستام. بله در جریانم، بهش میگن کافی من اینجا. آره و با افتخار میگم ما آدمای هامبل و متواضعی هستیم، ولی دیگه با مخاطبای خودمون که تعارف نداریم. شاید باورتون نشه بچه‌ها، من اینجا توی حالا مجموعه خودمون که من بگم که فکر نکن تو داری خود فروختگی می‌کنی. رحمان توی محل کارش که یه محل کار خیلی بزرگه توی این کشور، اسم رستوره، واقعا به جد میتونم بگم بهترین بارتندر اونجا، باریستا توی کافه و کاپوچینو اینا اصلا حرف نداره. ببین آره من بارتندری هم قویم، آدم چیزی که توش قویه رو باید با افتخار بگه، ولی نه به اندازه باریستایی و اینا تو قهوه ضعیفن. ببین یه جا یه چیزی مثل نقطه قوت تو. بعد من به همین خارجی ها اینجا میگم به خارجی ها میگم تو ایران چون الکل ممنوعه ما به اون صورت کاکتل نداریم، ماکتل داریم. و ماکتلامون چیه دیگه؟ تهش موهیتو و 4 تا دارن نوشیدنی اینجوری دیگه. خب بیشتر ماها چای خور و قهوه خوریم و ما خیلی باریستاهای خفن تو کشور داریم که من هیچم در مقابلشون به جرئت میتونم بگم. ما خیلی کافی منایی داریم که اصلا اینا تو روستینگ، توی اصلا همه چی درجه یکن. اینجا ضعیفن. چرا؟ چون مردم 24 دارن مشروب و آبجو میخورن. به خاطر همین میشه نقطه قوت تو. حالا آقا ما داریم اینجا کار میکنیم. پس باز دارم میگم الان ببین اینجا این میشه یه درس خیلی خوب که تویی که میخوای مهاجرت بکنی برو یه حرفه یاد بگیر، حرفه‌ای که بتونی تو 2-3 ماه 4 ماه یاد بگیری. مثلا آرایشگری خیلی پول توش خوبه. آرایشگری خوبه. تو میتونی بری یه دوره آرایشگری ببینی، اصلاح مو، که بیای این طرف اگه داری مثلا دانشجویی هم میای، تحصیلی هم میای، بتونی کار دانشجویی بری توی یه سالن آرایشی کار کنی یا موکوتا بکنی. این حرفه کلا مثل زبانه، مثلا کلا خیلی جالبه. بعد یاد بگیر. ببین هر چیزی رو یاد بگیری، به قول پدرم میگفت یه چیزی رو یاد بگیر بذار تو تاخچه، یه روزی به درد میخوره. ولی حالا اینم بگم اگه باز حرفه‌ای بلد نیستی، مثل سلمونی، مثل باریستایی یا حالا هر شغل شریف دیگه‌ای، باز این نمیتونه بهونه باشه. یعنی نهایتش تو همینجا میای تو کافه کار میکنی، ولی حالا بارتندر یا باریستا نمیشی، میشی سرور، میشی گارسون با افتخار. دقیقاً با افتخار و همونقدر پولم در میاری. حقوقم یکی. آفرین. یعنی سرور ما به اندازه من حقوق میگیره و به اندازه بقیه بارتندرها و باریستا رو. و یه چیز جالب بگم، راه پیشرفت داری. یعنی تو محل کار تو میتونی سرور باشی، میتونی گارسون باشی، ولی نشون بدی که علاقه داری به بار، بری سوال بپرسی، به اصطلاح میگن کنار دست وایسی نگاه کنی. بعد اونا ببینن پشنشو داری، علاقهشو داری، بهت بها میدن، بهت فرصت میدن. 2 روز دیگه ارتقا پیدا میکنی، میری تو بار. خب پس ببین ما وقتی کار میکنیم پول بیشتری هم در میاریم و پولی که در میاریم به کارنسی اینجا، یعنی به ارز اینجا. حالا چقدر خوب شد که ما به اینجا رسیدیم الان، یعنی به این نقطه بس. ببین تو وقتی که به ارز خارجی پول در میاری کمتر اذیت میشی موقع خرج کردن. من هیچ وقت یادم نمیره روز اول که اومده بودم، من هیچ وقت یادم نمیره همه چی به تو هم میگفت 24. ببین یعنی میری توی مغازه از یه شیر عادی بگیر تا هر چیزی که میخوای بخری مثلا 2.5 یورو. خب 2.5 یورو میشه چقدر؟ 2 ضرب در 2.5 ضرب در 54. حالا محاسبهش سخت میشه، بگو 50. مثلا
10,000 تومان، 120,000 تومان، اصلا 100,000 تومان. اینجا باید فراموش کنی هر چیزی از تو ایران رو ناکن. یه پولای پشت سر تو باید همه رو بشکنی. حالا میتونه این پولا فیزیکی باشه، میتونه منتالی باشه، هر چیزی باشه. ببین تومن و ریال رو باید بذاری کنار. حتی اگه پولت از اونجا میاد تو باید شروع کنی از اینجا پول درآوردن، خرج کردن. من حتی یادمه بعد از 1-2 روز که با رحمان میشه گفتم رحمان داشت بس دیگه چقدر تومن حساب می‌کنی. آخه ببین واقعا سخته. یعنی تو وقتی داری از ایران پولتو میاری ناخودآگاه، من برای همین میگم باید کار کنی. خیلی از همین ایرانی‌ها رو دیدم واقعا کار نمیکنه. یعنی اون زبان ضعیف و اون همه اون المانایی که گفتیم رو بذار، کارم نمیکنه. و خب فرض کن هر بارم میخواد بره خرید، میخواد این بحث ریال و اینا رو تو ذهنش مرور بکنه. خب تو چقدر فشار روته. بعد یهو به این نقطه‌ای میرسی که یا وسط کار ول میکنی یا میخوای بگی مهاجرت مزخرفه. میدونی؟ پس ببین من میخوام بگم آقا واقع بین باش. یعنی حداقل اگرم میخوای بگی مهاجرت بده، این حقو داری که بگی بده. ما الان نمیخوایم بگیم کسی حق نداره بگی مهاجرت بده، یه موقع اینجوری چیز نشه. ولی من دارم میگم یه مدلی نباشه که اگه کسی از بیرون نگاه میکنه تو دلش بگه که ببین با توجه به چیزایی که من دارم میبینم به نظرم نمیاد که این صرفا به خاطر مهاجرت باشه. یعنی این یه بخشیش هم از توئه. 100% مسئولش خودت. این یه ضرب مثل بود، یه تیکه بود بیشتر. من از کی بود میگفتش که زندگی 100 سال اولش سخته. یعنی چه؟ زندگی کلا سخته. تو فقط باید یاد بگیری مثل یه بازیکن خوب اینو مثل گیم ببینی و توی پلیر باشی و انجامش بدی و لذت ببری از زندگی. حالا ببین مهاجرت قبول دارم واقعا سخته، ولی بخوایم واقع بین باشیم 10 سال اولش سخته. تو تا 10 سال دیگه زبانو یاد گرفتی، جامعه رو میشناسی و دیگه اونجا هیچ بهونه‌ای نداری، مگه اینکه خدا نکرده یه مشکل ذهنی یا فیزیکی داشته باشی که واقعا دست و پای تو رو بگیره که یه سری مسائل انجام بدی. ولی در کل به نظر من دیگه بعد از 10 سال تو اگر با جامعه جلو رفته باشی، تلاش کرده باشی زبانه رو یاد بگیری، تو دیگه بعد 10 سال هیچ مشکلی نداری. اون قربونت برم، من که الان کمتر از 1 سال اینجا. تو ببین همین تو تلاش تو خیلی خوبتر کردی و اصلا تو اصلا آمادگیشو قبل از اینکه بیای داشتی. ولی میگم تو اگه صفرم اینجا باشی بازم تازه 10 سال زیاده، ولی میگم 10 سال دیگه ماکسیمم تایمی که تو داری. آره. پس بخوایم بحثمون رو جمع بندی کنیم، فکر میکنم دیگه به همه چیزای مهم و اساسی اشاره کردیم. من دلم میخواد بحث رو با این تمام کنم. من قبل از اینکه مهاجرت بکنم خیلی تو این رومای کلاب هاوس گوش میدادم و الان خیلی وقت کلاب هاوس ندارم، ولی مطمئنم همین الان بری یه گروه یا یه روم یه اتاق 100% راجع به مهاجرت هست. تویی که تصمیم داری مهاجرت کنی و امکانش هم داری ولی دو دلی، به تمام حرفایی که زدیم خوب فکر کن. ولی ببین من خودم این دغدغه ها رو داشتم دیگه، یا خودم گیج می شدم. یکی می گفت خوبه، یکی می گفت بده، یکی حال میکرد، یکی حال نمیکرد، یکی می گفت ببین هر جای دنیا بری هیچ جا وطنت نمیشه، از این صحبت و اینا. ببین من میخوام بهت بگم که برد و باختی وجود نداره. اصلا به این نگاه نکن که تو مهاجرت بکنی میبری یا میبازی. به نظر من در هر صورت تو تجربه کسب میکنی و تجربه کسب کردن در هر صورتی برده. آقا مگه فصل قبل راجع به رابطه عاطفی نبوده؟ دیگه یکی از غمگین ترین و سنگین ترین شکست ها تو زندگی از دست دادن معشوق دیگه. مگه غیر از اینه؟ تو رابطه تو از دست میدی، خورد میشی، میشکنی. ولی مگر غیر از اینه که همین خورد شدن و شکستنه یه درسی به تو میده که اگه آدم باشی، اگه درس رو بگیری و از سری فرتی نری با یکی دیگه همون آدم رو بخوای همون ورژن خودتو تکرار بکنی، درس گرفتی. پس در نهایت تو باختت هم بردی. پس تو مهاجرت بکنی در هر صورت به نظر من برده. چون حتی اگه بیای این طرف پشیمونم بشی، حتی یه بخشی از سرمایه‌ت هم از دست بدی برگردی، باز میگی من کردم، باز میگی من انجام دادم. نشه 40 سالت 50 سالت بعد قبطه بخوری، حسرت بخوری آخ من 20 سالگی امکانشو داشتم مهاجرت بکنم و شاید اگه میکردم خوب میشد، شاید اگه میکردم الان وضعیتم متفاوت بود. من میخوام بگم شایدم نبودا، من میخوام بگم شایدم حالت بدتر میشد. ولی زندگی تو رو شاید ها نچین. بکن
بذار اصلا پشیمون شی، تهش آقا برمیگردی دیگه. آقا اصلا وسط راه جا میزنی، جا زدنم که یعنی کویت میکنی، انصراف میدی، لفت میدی، برمیگردی. ولی برگردی میگی کردم و خوشحالم از این که تجربه کسب کردم و برگشتم. دقیقاً باید موافقم. ببین این اصلا همون موضوع شکسته که به نظر من روی موضوع شکست ما میتونیم مثلا یه اپیزود چند ساعته بریم که چقدر شکست برای پیشرفت خوبه و تو حتی یه مهاجرتی که باعث شکستت بشه میتونه باز توی مراحل دیگه زندگیت کمکت کنه و پیشرفت کنی. و اینکه منم اگه بخوام جمع‌بندی کنم و یه چیزی در آخر بگم اینه که یه ریفرنس میزنم به حرفی که رحمان تقریباً چند دقیقه پیش زد، اینکه اول این آدم باید خودش رو بشناسه، ببینه از مهاجرت چی میخواد، آیا دنبال خوشحالی، دنبال پیشرفت، دنبال چی، و اینکه ببینه که آیا مشکلش واقعا با مهاجرت حل میشه یا به قول تو مشکل خود اون طرفه. که یه تیکه از آهنگ یاس هست که میگه یه گوشت گندیده لای مبلت باشه هر جا نقل مکان کنی باز اون خونه بو میده. حالا تو میخوای مهاجرت کن ولی وقتی مشکل شخصیتی باشه، درونی باشه، تو باز همون مشکلات رو توی خارج هم داری. یه نکته دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از آدم‌ها رو دیدم که میگن که ما نمیتونیم هیچ وقت مهاجرت بکنیم به خاطر اینکه مثلا بدون مادرمون نمیتونیم، بدون پدرمون نمیتونیم، جون منه و جون مادرم. ببخشید انگار مگه مثلا ما مادر نداریم؟ آقا منم عاشق مادرمم، من میمیرم واسه خانوادم، من دلم لک زده برای خانوادم. امید حالا بنده خدا میگه تو که 1 سال نیست اینجایی، من چی بگم که 7 سال اینجا. ببین من فلسفه خوندم دیگه، روانشناسی خوندم دیگه، اینو پس ذهنت بذار. خانواده‌ای که بچه‌شو درست تربیت کرده باشه به درستی هم به اون بچه اجازه میده که ازش جدا بشه و اون بچه به درستی از خانوادهش جدا میشه. اگر میبینی خیلی میل شدید داری و میگی بدون اونا نمیتونم میمیرم، برو تو کودکیت، برو تو گذشتت، ببین مشکل کجاست و این زنجیر رو بشکن. جسور باش، با علم به این که دلتنگ میشی، با علم به این که اصلا حتی یه آدم سالم، حالا نه لزوما آدمی که بد تربیت شده یا اشتباه تربیت شده، این طبیعی که تو دلت تنگ بشه. بذار دلت تنگ بشه، بذار گریه بکنی، ولی یه جا اشکاتو پاک میکنی، از فردا بلند میشی و میری دوباره سر کارت، میری دوباره درس میخونی. این افتخاره، این لذتی که به یک زبان دیگه درس بخونی توی یه جامعه بهتر، توی یه جامعه‌ای که مثلا از لحاظ شاخصهای اجتماعی اقتصادی بالاتره و فرهنگ‌های مختلف هستن زندگی بکنی، حتی واسه چند سال بعد اصلا میتونی برگردی به کشور خدمت بکنی، هیچ مشکلی توش نیست. ولی اینا همه افتخاره و بدون خیلی ها دلشون میخواست جای تویی باشن. الان خیلی از مخاطبایی که میتونن ما گوش بدن آدمایی میتونن باشن که چند سال خارجن یا اصلا مهاجرن. ببینو در نظر داشته باش، خیلی از آدما دوست داشتن جای تو باشن. خیلی از آدما آرزوشونه که چقدر آدم تو ایران داریم زبان انگلیسی فول، اصلا طرف آهنگ فارسی گوش نمیده، تمام زندگیش خارج و انگلیسی و ایناست. چقدر اونا دوست دارن الان جای تو باشن. اگه الان توی مملکتی داری زندگی میکنی که مثلا ارز خارجی داری و اینقدر راحت هر چیو اراده میکنی میخری، بیا این جنبه‌های مثبتش هم بگو دیگه. فقط 2 فیلم سیاه‌سفید و هواپیما و 2 شعر شجریان و غمگین بازی و ایناش نکن، بیا به این نکات هم اشاره بکن. دقیقاً. حالا این نکته‌ای که بهتون گفتم برای پیشرفت واقعا اروپا یا حتی شاید آمریکا و کشورهای دیگه، حالا من صرفاً چون تو اروپا زندگی می‌کنم اروپا رو میگم، پیشرفت عالیه. ببین تو اینجا بخوای درس بخونی دستت بازه، میتونی تو بهترین دانشگاه دنیا با بهترین استادا با بهترین متدا پیشرفت کنی و حتی هزینه کم، با هزینه خیلی کم. مثلا شاید یه دولت اومد نمرات خوب باشه بورسیت داد، گفت آقا تو چرا میخوای، مثلا تو اینجا ما پولتو میدیم تو فقط اینجا تو کشور ما بمون. چون اینجا با مشکلی که دارن اینا، مشکلشون پیر شدن جمعیتشونه و زاد و ولد نداشتن جمعیتشونه. واسه همین این کارو با مهاجر گرفتن دارن حل میکنن. چرا فیلمای خارجی رو میبینی همش تو عشق و حالن و توی کلاساشون همش عشق و حال و اینا؟ ببین این همش تبلیغه، یه جوری پروپاگانده که آقا تو رو جذب اروپا بکنن. و چرا کسایی که اینجا برای عشق و حال میان یهو ویدیو طرف از خودش میاد دیدم ویدیو میگیره میگه آقا چی شد این
عشق حالی که میگفتی ما اینجا هیچی نداریم، فقط داریم کار میکنیم. خب داداش اروپا یعنی باید کار کنیم. آره اینو بگیم واقعا اصلا حالا که اینو گفتی باید کار کنیم، باید نه بالا صرفا کاری که سخت کوشیه، کار یریه، اونم البته محترمم از بعد نرم، صرفا اینه که برای هدفات بجنگی، درس دانشجویی درستو بخونی، اگه پزشکی باید پزشکی تو هر روز بکنی، کارگری باید کارگری تو هر روز بکنی، ولی باید در جریان باشی. اینجا اگه در جریان نباشی میمونی و دپرس میشی و به خیلی جاهای مختلف میری که جای خوبی نیست. دقیقاً. الان که اینو گفتی خوبه اینو هم ذکر بکنیم که اروپا اومدن و تو خارج درس کردن، درس خوندن مثل سریال سکس ایژوکیشن نیست. یه موقع حالا فکر نکنید این طرف هم خیلی گل و بلبله و ببخشید همه چجوری بگم، اونقدری که ما فکر میکنیم همه اوپن مایندن و اینا، این خبرا نیست. خیلی خوب گفتی. من می‌خواستم بگم همه رو همن و اینا. از این خبرا نیست. و در نهایت اینو بدون که خود من آدمیم که پتانسیل افسرده شدن و در دارک ترین نقطه زندگی کردن دارم بیشتر از خیلیا، ولی با درس، با کار، با کتاب، با پادکست و با کارهای مفید، با ورزش همه اینا رو پر میکنم که نرم به اون سمت. پس به خود ایمان داشته باش، به مسیرت ایمان داشته باش. اگه سنت کمه خوب درستو بخون، بذار نمره‌های دانشگاهیت بالا باشه، نرو وارد فازایی بشو که نمرت پایین تر باشه، شاختری، گل بزنی، مشروب بزنی، شاختری، وارد ترندهای اینستاگرام نشو، بچسب به زندگی سالم، نمرات بالا، ورزش خوب، هیکل خوب، زبان خوب. و خطاب به اونایی که زبان انگلیسیشون دیگه تقریبا خوب یا پرفکته، انگلیسی رو بذارید کنار، سویچ کنید روی زبان دیگه، روی زبان قوی دیگه مثل فرانسه و سعی کنید 3 زبانه بشید، 4 زبانه بشید. در انتها نکته‌ای که دلم می‌خواد بهش اشاره بکنم در خصوص با مهاجرت تحصیلی، چون من خودم تحصیلی مهاجرت کردم و یادمه که اون زمان چه سوالایی بیشتر ازم پرسیده میشد و چه مسائلی دغدغه بود. ببینید اولا اینکه بچه‌ها اگر میخواین مهاجرت بکنین، حالا چه تحصیلی یا چه به هر روش دیگه‌ای، ولی مخصوصا تحصیلی، هر کشوری که شما بخواید برید یه سری گروه‌های به خصوص خودش رو داره. مثلا میخوای بری کانادا، کانادا گروه داره. میخوای بری فرانسه، فرانسه گروه داره. میخوای بری سوئیس، سوئیس گروه داره. حالا یا یه گروه کلن یا نه چند تا گروهن. حتما جوین این گروه‌ها بشین، هشتگ‌ها رو بخونین، همه پیام‌ها رو بخونین. به راحتی به هر کسی اعتماد نکنید، ولی باز از همون گروه‌ها کلی اطلاعات خوب میتونید کسب کنید و از کسایی که با تجربه اونجا میتونید اطلاعات دریافت کنید. این مسئله هم که دارم بیان میکنم لزومش این نیستش که شما حتما خرج کنید یا پول بدید. اگر دیدی کسی میخواد به این واسطه ازتون پول بگیره، شک بکنید. مسئله بعدی اینه که خیلی از من پرسیده میشد که تو کاراتو خودت کردی یا دادی به یه آژانس مهاجرتی. ببین من نمیخوام بگم همه آدما دزدن، همه آدما بدن، همه آدما خوبن و یه سری حرفایی که خیلی ها میزنن، ولی من همون موقع که میخواستم با آژانس‌های مهاجرتی کار بکنم عموماً و اکثراً به این صورتی که آوازه خوشی ندارن. یعنی حالا اکثر آدمو که باشون صحبت میکنی ضربه خورن از آژانس‌های مهاجرتی. ولی من میخوام اینو بهتون بگم، اگر گپ تحصیلی ندارید، گپ تحصیلی یعنی چی؟ ببین اتفاقا خوب شد اینو گفتم، یه سری اصطلاحات هست مختص به مهاجرت، این اصطلاحات رو سعی کنید یاد بگیرید. نمیدونم گپ تحصیلی، نمیدونم مسائل مربوط به سن یا هر مسئله دیگه. گپ تحصیلی یعنی این که مثلا یه نفر لیسانسش رو 10 سال پیش گرفته، الان توی این 10 سال کلا هیچ درسی نخونده. بعد خب وقتی بعد 10 سال میخواد یهو بیاد واسه فوق لیسانس اقدام بکنه، اون دانشگاه مقصد شک میکنه، میگه آقا چی شدی تو بعد از 10 سال یهو یاد افتاد دوباره درس بخونی؟ خب پس بهم میگن گپ تحصیلی. حالا توی پرونده یه آدمی که میخواد مهاجرت بکنه یه سری المان ها و خصوصیت ها حائز اهمیته که هر چقدر اینا بهتر باشه پرونده بهتریه و احتمال گرفتن ویزا و مهاجرت کردن هم بالاتره. مثل همین گپ تحصیلی، وقتی شما گپ تحصیلی نداشته باشی خب همه چی خیلی منطقی به نظر میاد. یعنی شما دوران مدرسه رو طی کردی، پیش دانشگاهی رو طی کردی، دیپلم تو گرفتی، رفتی دانشگاه، لیسانست هم گرفتی، حالا بلافاصله میخوای بری فوق لیسانس. خب این هیچ
شک و شبهه‌ای بهش وارد نیست تا کسی که 10 سال درس نخونده دوباره میخواد درس بخونه. پس این میشه گپ تحصیلی. مسئله بعدی سن. شما هر چقدر سنت پایین تر باشه بهتره. کلا تو سن کمتر مهاجرت بکنی زودتر آداپته تر میشی، شخصیتت به اون صورت 100% شکل نگرفته، فلکسیبل تری، منعطف تری، به خاطر همین کلا بهتره. از اون طرفم خیال اونا باز راحت تره، یعنی باز کمتر بهت شک میکنن. پس سن پایین، نداشتن گپ تحصیلی، نمرات بالا، همه اینا المان ها و فاکتوراییه که پرونده شما رو قوی تر میکنه. و اما برگردیم به اون قضیه آژانس های مهاجرتی. ببین وقتی که پرونده خوبیه، مشکل به خصوصی نداری، مسئله حادی توی زندگیت نداری، سوء پیشینه نداری، چون یکی از مواردی که باز باید بری تحویل بدی مدرک عدم سوء پیشینه است، این که در قدیم خلافی نکرده باشه، و یه سری گیر و گورای خاص اینطوری نداری، نه نیاز به آژانس مهاجرتی داری نه نیاز به وکیل. تویی که داری مهاجرت میکنی دیگه داری واسه آیلتس میخونی، زبانت اونقدری خوب شده که هم منابع رسمی بری ببینی چه مدارکی میخوای و چه کاری باید بکنی. از اون طرف هم توی اون گروه ها جوین شدی. تو فرض کن میخوای بری کانادا یا هر کشور دیگه ای، همزمان با تو 50 نفر 100 نفر دیگه هم هستن که میخوان برن. یهو میزنه و این 50 نفر 100 نفر یه تیم خوب میشید، یه گروه خوب میشید، خودتون کمک هم دیگه میکنید. 2 روز دیگه هم برید به اون کشور خارجی، باز پلو همین، باز هوای همون دارید و خوبیش اینه که همدیگه رو میشناسید. اتفاقی که برای من افتاد، من اون برهه‌ای که اومدم توی گروه یه عده دیگه هم بودن که ما همزمان با هم اقدام کردیم و همزمان منتظر نتیجه ویزامون بودیم و همزمان با هم ویزامون اومد و با این که مدت‌ها بود هم از طریق گروه میشناختیم ولی اومدیم خارج از کشور دوره هم جمع شدیم و همدیگر هم دیدیم. به خاطر همین دوستای خوب پیدا کنید، سخت اعتماد کنید، همیشه شکاک باشید و بیشتر به خودتون و منابع اصلی و سایت اداره مهاجرت و اینجور مسائل متکی باشین. از اون طرف هم کاراتون رو خودتون پیش ببرید و از هیچ چیزی نترسید. مهاجرت یه روال ساده و مشخصی داره، از شما یه سری مدارک میخوان و شما در وهله اول برای مهاجرت تحصیلی باید پذیرش دانشگاه بگیرید. مثلا من رشتم برفرض روانشناسیه، حالا میخوام واسه ارشد برم دوباره روانشناسی بخونم. اول از همه کشورم انتخاب میکنم. کشورم که انتخاب کردم میرم آمار دانشگاهاشو در میارم، ببینم چند تا دانشگاه اون رشته‌ای که من میخوام دارن ارائه میدن. بعد میام چک بکنم ببینم اون دانشگاه‌ها مورد پذیرش وزارت علوم یا ایران هست یا نه. بعد که دیدم مورد پذیرش و یعنی مورد تایید و جزء دانشگاه‌های ممتاز حساب میشه، میام براشون اپلای میکنم که هر دانشگاه هم اپلیکیشن فی داره، مثلا $50 از شما میگیرن که بخوان درخواست شما رو بررسی بکنن. برای گرفتن پذیرش دانشگاه هم یه سری مدارک خاص به خصوصه، ولی باز دانشگاه به دانشگاه و سایت به سایت فرق میکنه. مثلا یه دانشگاه ممکن از شما بخواد که آره من یه موتیویشن لتر میخوام، یه دونه مثلا SOP میخوام، ببین همون اصطلاحاتی که گفتم آمارش رو باید در بیارید. این که اصلا تو چرا مثلا این کشور رو انتخاب کردی، چرا این دانشگاه رو انتخاب کردی و چرا دوباره میخوای مثلا بیای ارشد روانشناسی بخونی. همش رو دلی بنویسید، صادقانه بنویسید. نمیخواد برید سامپل کپی کنید، نمیخواد برید از این اون بپرسید. نمونه ببینید، نمونه‌های موفق رو ببینید، موتیویشن لترها و SOP هایی که تونستن پذیرش بگیرن رو ببینید و اونو منطبق کنید با داستان خودتون. خیلی صاف و ساده و رو راست. بعد که دیگه اپلای میکنید، مدرکتون هم مثلا مورد بررسی واقع میشه، پذیرش رو که میگیرید دیگه، بعد میفتید توی پروسه ویزا که مربوط میشه به VFS و این داستانا دیگه. حالا بعد ببینید اونا چه مدارکی میخوان که باز یکی از مدارک اونا همین پذیرش دانشگاه است که قدم اول بوده شما گرفتید. برای پذیرش دانشگاه هم مدرک زبان میخواد. ببین همه اینا به هم وصله دیگه. بیفتی داخلش توی این گروه ها آدمای مختلف و اینا، آمار همشون رو در میاری دیگه، خود توی پروسش میفتی. به خاطر همین نیازی به آژانس مهاجرتی و اینا نداری. الکی نرو 2000 2500 3000 یورو تو بده به یه آژانس که کاراتو برات بکنه. یه ذره اون تنبلیه رو جمع و جورش کن، یه ذره به خودت بیا. یه ذره سخت‌تره، یه ذره پیگیری بیشتری داره، ولی همون آژانس مهاجرتی هم همین کارو میکنن. یعنی آژانس مهاجرتیه تاش میخواد برگره به تو بگه که مثلا ببین من این 4 تا مدرک رو میخوام، برو نمرات دانشگاه تو ریز نمراتشو بگیر، ترجمه رسمی کن به من بده.
خب تو فقط باید بری این کارا رو بکنی بدی به اونا که اونا واسه تو ثبتش بکنه. خب خودت بکن دیگه، چه کاری. این بود از اپیزود مهاجرت. خیلی مقوله گسترده و پیچیده‌ایه و خیلی بیشتر میشه راجبش صحبت کرد، ولی من از اونجایی که هم خودم دارم باش دست و پنجه نرم میکنم و همونجایی که همیشه دوست داشتم راجبش صحبت بکنم، فکر میکنم اپیزود خوبی رو تونسته باشیم ساخته باشیم و به اکثر سوالات و شبهات پاسخ داده باشیم. ممنون که گوش دادین، مثل همیشه خیلی خوشحالم از داشتنتون. امیدوارم که همیشه بهترینو براتون اتفاق بیفته، هر تصمیمی که میگیرید به صلاح و خیرتون باشه و کلی مراقب خودتون باشین. همیشه شاد و سلامت دوست دارم ببینمتون در کنار خانواده و عزیزانتون. مرسی، خداحافظ.